قصه یک زن رو نقل کرده بودم در آنجایی که در حقیقت به این دشواری دچار شده بود. شوهرش اول به طریق تلفنی طلاقش رو می‌دهد، صاحب 2 فرزند بود، بعداً به طریق SMS پس از 1 روز می‌نویسد. در گرد و اطراف این موضوع خیلی بحث‌های زیادی پیدا هم شده که بود و من به نفران وعده کرده بودم که روزهای نزدیک کارشناسان رو دعوت می‌نمایم، حقوق شناس رو دعوت می‌نمایم، اینچنین کارشناس دین رو دعوت می‌نمایم و اوید این موضوع ما مصاحبه می‌گذارونیم، یعنی که پرتر با مردم می‌فهمونیم. خب امروز در برنامه ما که امروز به نقشه گرفته بودیم 2 مهمان داریم. 2 مهمان رو دعوت کردم از روی وعده دادگی پیشترم. این هم جمشید یاروف، حقوق شناس و ادوکات تجربه دار می باشند. ما در مهمانی ما هستم. مهمانی دومی ما کمتر دیرتر کرده است با سبب های گوناگون، ولی من امیدوار میشم که اون کس نیز وارد میشوم. خب جمشید اگر اینطور باشد بیاین برنامه رو سر میکنیم و من امروز همچون روی برنامه در اینجا شما یک تکلیف داشتم، ممکن آدما ندانند درباره اون برنامه‌تون. همون مختصر میگفتین که بحث درباره چی بود، برای که بعد گپ زنیم دیگران فهمن که ما برای چی اینجا جمع شدیم، چه مسئله رو دیده استودیم. در باید 3 4 5 دقیقه در مضمون کوتاهی برنامه پیشترتون رو میگفتین که باعثی با وجود آمدن همین برنامه شد. باعث بحث ها شد. برنامه گذشته من اوید طلاق بود. طلاق آیا قوه قانونی دارد یا ندارد. بعد قصه یک زن را که با من به تماس برآمده بودن به طریق مسنجر و اون کس نقل کرده بودن، من بدون گرفته نام اون کس قصه همون کس رو نقل کرده بودم که زن صاحب 2 فرزند هستند و شوهرشون در فدراسیون روسیه هستند، در مهاجرت روسیه و یک چند سال نامدن در پیششون. بعدن در بحث آنلاینی بین زن و شوهر طلاق اون زن رو میدهد. یعنی بعدن پس از 1 روز است یا 2 روز در خاطرم نیست، یعنی قش دیدن در کور است به طریق SMS جواب میداد و همین باعث اون بود که من از نقطه نظر قانون فکر و اندیشه خود رو بگم. اینچنین با 1-2 کارشناس دین دوملوها گفتم ممکن است مصلحت کردم. اونو گفته بودن که یعنی اون طلاقی که اون شوهر داده است حساب کرده نمی شود از نقطه نظر دین. اویدی همین موضوع بحث‌های زیادی پیدا شد که بعضی نفران گفتند که نه قوه قانونی قوه دارد، یعنی که از روی شریعت. بعضی نفران گفتند که نه. برای همین امروز من دعوت کردم شما رو که نقطه نظر یوریدیکی رو از شما پرسان شوم، شما مفصل‌تر به مردم فکر و عقیده خود رو از نقطه نظر یوریدیکی بیان نماید و دیگر نفر رو هم نیز دعوت کردم شاید بدتر همراه مو پیوست شوند. این همین بود مختصر موضوع اویدی برنامه گذشته. یک چی رو گفتم میخوام بینندگان، این کانالی ادوکات معظم قدر کانالی من هست. ابونه شوید، باز نشر کنید. در آینده با برنامه‌های جالب در نقشه گرفته شده است. همراه جمشید هم در نقشه گرفته کردیم. اینچنین جمشید یاروف هم بر کانالی خود را دارد. حقوق من ابونه شدن رو فراموش نکنیم. ما حقوق شناس هستیم، ما نمیتوانیم رقص کنیم، سرود خوانیم، باز یگون کس رو غیبت کنیم که تماشابینان ما بیشتر شوند، بسیارتر شوند. متاسفانه این کارها از دست ما نمی آید. برای همین ما اون خدمتی کوچکی که مایده‌ای که به شما میکنیم این مصلحت های حقوقی است. فکر دارم این به شما دخالت دارد و در آینده در کار شدنش هم ممکن است. بله بسیار خوب میشود که اگر اول کارشناسی دینی هم میبود بعد میگذاشتیم با همون بحثایی که یک چند تا شما خوندم در همون کامنتاری های تگی همون ویدیواتون که کردور نشوید با دین. من همیش در یادی من است که کردور نشوید با دین، عموما گپ نزنید، نپرسید. من این رو فکر میکنم نادرست است. بعد همه پهلوی حیات رو آدم اقلا باید یک کوشش کند که داند. وقتی که آدم نمیدوند شما میدونید مرحمت گپ زنید کجا خطا بود کجا خطا نبود، نه که فقط با گفتنی که
چیزی که نمیدونی گپ نزن کردور نشو به یگان اثبات این نشانه به فرهنگی و به سوادی همون خود آدم است. اگر روز خوب میشد که یک بار دیگر با دعوت میکردید هم کارشناس را موسیقی را با یک بار دیگر روان میکردید، شاید موسیقی را دسترس کردگی نیست که وارد نشده است. موسیقی را روان کردم، خب حاضر بود با یاردمچیم گپ میزنم روان میکند با تماس بیاین. این رو ببینید که جمشید اینش هم میلش، لیکن در بسیار حالت ها شخصا من به تحقیر نفران دچار میشم از سبب اون که من سطر نمیکنم، حجاب نمیکنم و بسیار به من میگفتن که تو اول باید پیش از اون که آشکارا برآمد کنی تو اول سطر بکن، حجاب بکن. یعنی که حقوق من رو هم مردم بعضی نفران میخوان که پایمال نمایند، لیکن با اونها جواب من کوتاه هست، جواب من رو میدهم خیلی که فهمم. نه بس از اون که من سطر نمیکنم یا حجاب نمیکنم، من همیشه در همه جا طرفدار اون زنهایی که سطر میکنن، حجاب میکنن، حقوق آنها پایمال کرده نشود. من از نام آنها همیشه صدا بلند میکنم. شما هم به فکرم در خاطر داشتین در کنفرانس ها در ورشاو و در دیگر جاها در کراکوف من همین مسئله رو بسیار برداشتگی بودم، اهمیت جدی داده بودم به این مسئله. آخر من هم نمیدونم با این مردم چی گپ زنم. سطر این نشانه دینیت نیست، نشانه یگون چیز نیست. یگون سطر یک لباس است، در اصل یک لباس برای همون یک منطقه عربستان می همونجا از همونجا پیدا شده است. خیلی بعد مردم این است همچون لباس دینی گفتن میپوشند، لیکن یگون نشان دهنده ایمان نیست. عموما منم چنین فکر دارم. حق میتواند سطر پوشد و گردد و با پوشیدن سطر و با حجاب مسلمان نمیشود. این مسئله دیگر، مسئله که اساس ما باید ببینیم این مسئله همین آیا از جهت قانون نکاح مثال یا اینکه نمیدونم بکار کردن عقد نکاح و دیگر قانون به طریق SMS و چیزا از جهت قانونی یگان قوت دارن یا که نه؟ همین رو من هستم که سخنان شما درست بود، یگان قوت قانونی ندارن، برای که همین مناسبت نوشته شده است و کدکس اویله همین مناسبت اویلوی رو با تنظیم می‌دارد و در آنجا گفته شده است که بستن عقد نکاح و بیکار کردن عقد نکاح اصلا با حضور همون دو شخص در نزد مقاماتی حالت اسناد شهروندی صحش باید برگزار شود، یا اینکه در سود در موردی که اینا روزی نیستن و یا اینکه در موردی که اینا بحثی مالیوی دارن یا که فرزندی نابالغ دارن بحث رو زکس نمیبیند و سود میبیند، یا اینکه اگر یکی از همسران وفات کرده باشد، یکی از همسران از طرف سود به درک اعتراف شده یا اینکه وفات کرده شده اعتراف شدگی باشد، در اون مورد یک طرفه می شود بکار کرد، نه که از به طریق SMS و نمیدونم به طریق پوچته اونلاین و این خیلی از روی قانون آورده شدگی نیست. نه که درباره اون که دین در این چیز میگوید من معلومات ندارم. درست، ما فقط تنها نقطه نظری یوریدیکی رو در اینجا در نظر داشته بودیم. من شما تو تنها از نقطه نظری یوریدیکی به داده بودیم. اون در برنامه گذشته هم جنشد ببینید که در اونجا هم من نقطه نظری خود رو از جهت دینی بیان کردگی نبودم. در اونجا هم من از یک دو دملو نصیحت گرفتم که چنین گفتم و سخن آنها رو من رسوندم، لیکن نو بس به این ما نسبت من هر خیلی سخنها شد که من این رو از خودم گفته باشم، از خودم همین سخنها رو گفته باشم. برای همین دقت دادن در کار نیست. عموما به همین خیلی آدم و همین خیلی آدمی که دغل گپ میزند، دغل رفتار میکند، مناسبت ابلهانه دارد، این آدم رو عموما بلاک موندن در کار. من چنین رفتار هم کرده ایستادم عینو، زیرا نمیشود با چنین انسان ها عموما حرف زدن یا یگان چیزی رو برای با اونها تصدیق کردن. این یگان فرمان یک تشبیه میبرم. مثال ببینید، با گفتی بایا اول سطر پوش بعد گپ زن ما گپت باور میکنیم. درست. اگر شما حالی سطر پوشید و دشنام دید، یعنی که باید از روی منطق سخنان خودش قبول کند، چون شما سطر داره کو. درست.
اینو ببینین که متاسفانه سواد دینی کافی ندارن که بتوانن فاناتیک هم گفت من همون فاناتیکایی که رادیکال و فاناتیک انا اکستریمیست اساسا همون آدم‌ها هستن یعنی یک برنامه هم من یاد دارم که درباره اکستریمیسم میکنن و همین مردم خودشون فهمن که همین قدر مردمی ما پس پنجره میرون اکستریمیست گفته او اکستریمیست چیست و دویمش که اگر همین کارمندان مقامات هم گوش کنن یک فکر کنن که در حقیقت ما همین آدم رو برای اکستریمیسم زندانی میکنیم یا که برای ابراز عقیده‌اش اکستریمیسم من همین خیلی آدما میباشن که یگان پرابلم رو با راه اکستریمالی یعنی که با راه فوق العاده نه با راه معمولی و نه با راه قانونی میخوان حل کنن درست این رو ببینن که باشی تو دشمن هستی از بس که تو دشمنی باید تو زده کشته و نابود کرده شوی این راه اکستریمیسم است اون شخصانی که خود چنین سخن‌ها رو میگن اون خودشون معلومات کافی ندارن اوید دین من چنین فکر دارم بعد اکثریت اونها امام رو در سر لباس میبینن گویا که تو سطر کرده باشی سر لباسی تو سطر و حجاب کرده باشی یعنی که تو امام داری تو مسلمان هستی اگر که تو نداشته باشه یعنی تو مسلمان نیستی درست من با سخنان اونها با عقیده گفته چونین اونها من روزی شده نمیتونم برای که اونها درست میفهمن خیلی پرابلم از چی میبید پرابلم از اون که در تاجیکستان نیست همون مکتب نیست مکتبای ابتدایی دینی نیست نمیدونم یک باره دانشکده اولی هست برای داخل شدن برام امام ترمذی نیکی نمیدونم که با این دانشکده اولی چه خیلی آدم به دانش ابتدایی دینی داخل می شود در کدام اساس و در کدام معیارها معلوم نیست بعد از همین گفتی خودمان افراطگرایان و اکستریمیستان استفاده برده نوشتجات کتاب مقدس قرآن رو دیگر خیلی بفهمونشون چه خیلی که خودشون فهمیده هستند یا چه خیلی که با کسی اونها گفته است نه اینکه خودشون خوانند و دیگر کتاب رو گرفته خوانند مقایسه کنند فکر کنند هم گپ یک کس رو فهمیده گپ با دهم آدم و 15 آدم همین آمیخته کرده بعد یک ایده که با خودش معقول است همون گپ میزنند تلقین میکنند برای همین باید مؤسسه‌های تعلیمی ابتدایی اقلا باشد اقلا باید در مکتب‌های ما نمیدونم حالا هست یا کی نیست تعلیم دینی باید باشد چون این فهم حتما باشد که اساس‌های دینی اسلام تعلیم داده شود اقلا از صنف 5 باید جوری کنند بله برای ببینید دینی یکی از همین جزءهای دین اسلام این شریعت است که طبق آن باید انسان در جامعه اسلامی رفتار کند کردار کند زندگیش رو پیش برد تمام مناسبت ها در شریعت تنظیم شده هستند و اگر ببینیم زیاده از 1000 سال است البته اجدادان ما با همین معیار حقوقی با همین سیستم حقوقی مسلمانی این یکی از سیستم حقوقی جهانی است شریعت در تمام بسیاری دولت‌های جهان هست در بسیاری دولت‌های جهان بود مثال در دولت ما بود در امارات بخارا بود پیشتر از روی همین سیستم حقوقی زندگی بود و مناسبات با تنظیم درآوردن و همچون یک اساسی حقوق باید حساب شود در قانونگذاری حاضره تاجیکستان خودمون برای که این علاقه یک عادت شدگی این یک معیار شدگی و در همین ادبیات علمی هم اساسی یکی از اساسهای حقوق این نرم‌های دینی آورده شده است یعنی که برای ملت ما برای مسلمانان نرم‌های شریعت و قانونگذاری ما حتما باید یگان جزء و تام همین نرم‌های شریعت رو به قانونگذاری حاضره تاجیکستان داخل کند نه اینکه کپی کند از روسیه که این روسیه نرم‌ها رو از انگلو ساکسونسکی правовой سیستم میگیره انگلو ساکسونسکی باشد این خودش اگر نگاه کنیم از ریمسکی право برآمدگی با همون خریستیانسکی правошون کردگی اونها یعنی که ما میبینیم ما مسلمان ها با قانون و معیارهای قانونی گویم دیگر دین دیگر ملت ها زندگی داریم حال اون که ما از آسمان نغلطیدگی هستیم اون قدر
солҳо ҳазорҳо сол гӯё мо бо ҳамин меъёри ҳуқуқӣ бо ҳуқуқи шариат бо ҳуқуқи исломӣ зиндагонӣ мекардем ва чаро ягон ҷузъу нуқтаи ақаллан ҳамин меъёрои шариатро намешавад ки ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ кард. дар ин ҷо ман мисол мехостам дар бораи никоҳу талоқ не дар ин маврид оиди он ки иштирок кунанд якҷоя то ин ки ҳамон қозӣ довар ё ин ки ҳамон корманди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аслан бубинад ки ҳамино кӣ ҳастанд, оё розӣ ҳастанд, розӣ нестанд, ба қиёсшон нигоҳ кунад. бояд одам психолог бошад ки яке аз ҳамин нафарон маҷбур карда шудааст ё ин ки барои ҳамин ҳатман бояд бошанд. ҳаргиз ба тариқи смсу мессенҷеру имову вайберу бало баттар чунин муносибатҳо бояд барқарор нашаванд, бекор карда нашаванд. ман дар ин ҷо мехостам мисол яке аз масъалаи дигарро бардорам ки шумо низ метавонед ино дар баҳсҳои ояндаатон дар мавзӯи ояндаатон дар бораи дузанагӣ гӯям. این بحث алоҳида аст. дар нақша ҳаст. мавзӯи мо дахл надорад. дар нақша ҳаст. кай намоянда аз саид пайдо мешавад барое ки чиз аст дар масъалаи шариат бисёр марди донишманд аст, устувор аст, олим ҳаст. хуб мебуд ки дар чизи мо ҳайрон ҳамроҳ мешуд ва мо метавонем ки ҳатто шумо дар ҳамин комментҳоятон айни ҳол ман ҳамин болоро бинед приват чату коммент дар коммент метавонед ки силкаро партоед то ин ки ба барнома касе ки хоҳад ва дониши кофӣ ҳам дошта бошад марҳамат дар рояти фикри худашро дар бораи ҷойгир кардани ягон ҷузъу томъои шариат дар қонунгузории мо ҳамроҳ кунад. ман мисол фикр мекунам ки дузанагӣ агар танзим карда шавад бале ана мехел танзим карда шавад бениҳоят фоида дорад беш аз оне ки зарар мерасонад фоидааш беҳтар аст. шумо ин фикр доред ки дузанагӣ агар дар Тоҷикистон танзим карда шавад ин яъни фоида дорад ба ҷомеа? бале ман ба шумо савол метавонам чӣ зарар дорад дузанагӣ? пеш аз он ки ягон чизро маҳн кунем бояд мо фаҳмем ки ҳамин чиз зарар дорад. мо медонем ки калабурӣ одамкушӣ маън аст барое ки зарар дорад яъне ки ягон одамро мекушанд ҷомеа бе ҳамин одам мемонад мисол вай коргар буд ва ягон олим буд донишманд буд мумкин нест. дуздидани амволи мардум мумкин нест барое ки бечора кор кардааст як кас омадааст хонаш мегирад мебарад ин дуздӣ аст барои ҳамин ҳам дуздӣ маън карда шудааст. ман сода карда гуфтодам яъне ки дузанагӣ аз нуқтаи назари шумо дар Тоҷикистон ҷорӣ карда шавад барои чӣ дузанагӣ мумкин набудааст? агар ҳозир ҳамин суханҳои шумои занҳо шунаванд ба фикрам ҷамшед сангшапак мекунам. ман нагуфтам ки ман мегирам дуюму сеюму чорум. ман мефаҳмам ман медонам барои чӣ мумкин нест? вақте ки қонунгузор ҳамин моддаро бароварданд дузанагӣ ду ва зиёда дузанагӣ шумо медонем ки хато накунам моддаи 170 буд кодекси ҷиноятӣ ҷазо дорад. не барои чӣ охи ҷазо дорад? касе нагуфтааст. яъне шумо бар зидди он ҳастед. чӣ фоида дорад? аввал не бестед шумо аввал мегиред ҳамин амалро маън мекунед не ки намегӯед ки барои чӣ маън мекунед. вақте ки мо мехоҳем пурсем ки барои чӣ маън кардед шумо мегӯед ки шумо гӯед ки барои чӣ вай доштааст. мана дӯсти мо даромад. хуш омадед исломиддин. шуморо камтар интизор шудем. мо медонем ки шумо одами серкор ҳастен. хуш омадед ба барномаи мо. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бисёр хушҳол ҳастам ки шумо ба барномаи мо омаден. ман мехоҳам ки шуморо шинос намоям ба тамошобинон. ин кас Исломиддин Саидов коршиноси дин ва донишманди улумои исломӣ дараҷаи олӣ мебошанд ва мехостем имрӯз аз барномаи мо шумо хабардор ҳастен. фикр кунам ки барномаи ман такрор мекунам талоқи онлайнӣ ё бӯса ба пайғом мондам ва мехостам нуқтаи назари шумо ва ҳуқуқшиносро ҷамшедро гирам боиди ин мавзӯъ. саломат бошед. ташаккури зиёд барои даъват ба барнома ва
سلام علیکم با اکای جمشید و بینندگان شما. واقعا خیلی برنامه مهم هست و من راستی نمیدونم که در برنامه قبلی شما چی گفته شد و چی بحث‌های صورت گرفت، ولی فهمیده می شود که این یک ضرورت پیش آمده است که چنین برنامه روی دست بگیرید و به هر حال گمان میکنم که از فایده خالی نخواهد بود. بفرمایید، ما در خدمت ان شاء الله. خب ما یک چند سوال ها تایید کردم، هم برای جمشید هم برای شما. خیلی اول میگیریم فکر و اندیشه شما رو. من میخواستم اینجا فکر و اندیشه شما رو از نقطه نظر دینی فهمم. مفهوم بکار کردن عقد نکاح طبق طلبات قانون بخشش مفهوم طلاق از نظر اسلام شرح میدادید؟ تشکر. بار دیگر به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر آخران پیام رسول الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحاب و خاندان پاکشان. بخشنده مهربان، سلام و درود بر آخران پیام رسول الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحاب و خاندان پاکشان. بخشنده مهربان، میکروفون برای چی؟ خوب شد؟ صدا تکرار اومد. بله تکرار میاد صدا، نمیدونم برای چی. خوب شد الان؟ حالا خوب شد. خوب شد. خب بله، در رابطه با این سوالی که شما مطرح کردید واقعا ما شاید نتوانیم در این یک موضوع، در این یک مدت یا در یک صحبت اطرافی همه در موردی در همه جانبه در رابطه با این سوال پاسخ توانیم گفت، چون که اگر ما بخواهیم واقعا در رابطه با مفهوم طلاق، حکمت طلاق و در شریعت که با چه مقصد این طلاق در شریعت جایز است و چه حکمت های دارد، اگر بخواهیم که به طور کلی و طور همه جانبه در رابطه با این موضوع صحبت کنیم، برای ما بیشتر از همه لازم است که در رابطه با جایگاه خود عائله، خانواده در اسلام صحبت کنیم، در رابطه با موضوع نکاح صحبت کنیم که نکاح چه جایگاهی دارد، تا اینکه این موضوع به طور درست روشن شود و برای بیننده معلوم گردد. ولی به هر حال تلاش میکنیم که به طور خلاصه اون چی که در قرآن و احادیث پیامبر در رابطه با این موضوع آمده است خدمت عزیزان عرض نماییم. طلاق در معنای لغوی، طلاق که کلمه و لفظ عربی هست، معنای لغوی آن در لغت به معنای رها کردن هست، آزاد کردن، به معنای آزاد کردن و رها کردن می آید و به معنای باز کردن می آید. یعنی وقتی که دو نفر مرد و زن در عقد نکاح در اون با همدیگر ارتباطی زناشویی بسته میکنن، با واسطه طلاق اون ارتباط و اون گره را که با هم بسته کردن اون باز کرده می شود. و این معنا هست، معنای لغوی هست. در اصطلاح هم در اون تعریفی که شریعت برای اون کرده است این است که طلاق باز کردن اون گیره است که اون با واسطه زن و مرد در هنگام نکاح بسته می شود و اون نکاح یا اون عقدی که بسته می شود دارای ارکان و شرط ها باشد. یعنی یک نکاحی که بر اساس شریعت، بر اساس دین اسلام بسته شده از بین مرد و زن، یعنی با واسطه طلاق اون گره باز کرده می شود. یعنی این هست معنا و تعریف طلاق در شریعت. اما برای خوبتر فهمیدن معنای این که مثلا اگر ببینیم امروز متاسفانه طلاق در جامعه های اسلامی، خصوصا در جامعه تاجیکستان، همچون یک ابزار استفاده می شود و
نه به اون مقصدی که شریعت اون رو در نظر گرفته است، نه به اون مقصد استفاده می شود، بلکه بیشتر به خاطر بگیریم قصد گرفتن از خانواده زن باشد یا که از خودی زن باشد و بیشتر در اندک مشکلی و اندک سختیه که بالای زن و شوهر میاد از این چیز استفاده می شود، در حالی که طلاق اینه که آخران راه حل برای مشکلات زناشویی است که دانشمندان اسلامی در رابطه با طلاق میگویند که طلاق به مانند به منزله اون سوراخی دیگ‌های اگر ما دیده باشیم در دیگ‌های بخاری یک سوراخی هست که اون از اون سوراخی بخار بیرون می شود و ترکیش اون بخاری رو نگاه می دارد. یعنی طلاق در زندگی زن و شوهری به منزله همون سوراخی هست که ترکیشی که باید در اون خانواده در نظر است که با وجود بیاید، یعنی که دیگر امکان ندارد که اون زن و مرد یک جای با هم زندگی کنند، یعنی زندگی کردن اونها یک جای بودن اونها بر ضرر این زن و مرد تمام می شود. یعنی دیگر مثلا شاید با جای باید که زن مجبور شود دیگر دست به خودکشی بزند یا اینکه مثلا با یک کارهایی که دیگر از عقل بیرون است. یعنی در این موردها باید طلاق استفاده شود، نه اینکه مثلا در هر لحظه و هر ثانیه که مثلا یک مشکلی پیش می آید بین زن و شوهر از این وسیله استفاده کرده شود. چون اکثر طلاق هایی که اگر ببینیم 70 80 90 درصد طلاق هایی که در جامعه ما با وقوع میپیوندند، همه اینها برخلاف اون راهنمایی اسلام و راهنمایی شریعت است که انجام می شوند. در یک طلاق انجام دادن اگر ما دقت کنیم 3 آیه قرآن 4 آیه قرآن که در اونجا راهنمایی اساسی و کلی در رابطه با طلاق داده شده است، اون بگیم زیر پا گذاشته می شود. برای همین در اکثر چگونه گفتم 70-80% طلاق هایی که در جامعه انجام می شوند برخلاف اون راهنمایی و دستورات قرآنی و شریعت اسلام است که انجام می شود. بنابراین لازم است که چون که این خانواده و زندگی زن و شوهری در از نگاه اسلام واقعا یک ستون جامعه ها هست، جامعه انسانی و اسلامی هست، باید در رابطه با این درس ها و تعلیم ها، نشست ها، کنفرانس های زیاد برگزار شود که مثلا این موضوع برای مثلا زن و شوهرها، برای نفرانی که نو میخواهند خانه دار شوند این روشن شود. متاسفانه در جامعه ما از اونجا که مثلا مدارس اسلامی وجود ندارد، معهدهای اسلامی وجود ندارد، در مکتب‌ها درس‌های شرعی برای مثلا زن و شوهر برده نمیشد، برای جوانان برده نمیشود و اون مسجدها هم هست که هفته یک بار مثلا امام جمعه در اونجا در مورد امور شریعت باید صحبت کند. متاسفانه در اونجا هم اون امام خطیب مجبور است که بلند شود و از رئیس جمهور و از پیشوا نمیدونم از اینها صحبت کند. اینجا هست که آمار طلاق روز به روز میبینیم که در جامعه ما زیاد شده ایستاده است و به هر سبب و سبب‌های کوچکی که پیش میآید در حال دست میزنن به طلاق، یا خودی مرد مثلا این کار رو انجام میدهد یا اینکه خانواده زن مجبور میکنن بعد رو که دست با این کار بزنن. واقعا این بسیار جای تأسف هست و شورای علما هم که متاسفانه وظیفه‌اش این هست که در رابطه با این موضوع ها کنفرانس ها بگذراند، نشست ها بگذراند، حتی باید یک در شبکه‌های تلویزیونی باید برنامه‌های هفته‌انه و روزانه داشته باشد که در مورد این مسائل و این مشکلات مردم صحبت کند، یا که در شبکه‌های اینترنتی باید مثلا به سوال‌های مردم پاسخ بگوید. اگر ببینید اینقدر سوالی که مثلا وارد می شود، اگر 100 سوال بر یک روحانی وارد شود، از اون 100 سوال 80-70 درصد اون سوال‌های مثلا در مورد نکاح و طلاق هستند. متاسفانه نیست مرکز و یک
نهاده که به این چیزها پاسخگو باشد به طور شفاف و روشن. و دیگر هم که کمیته زنان هست که کار با زنان، این هم وظیفش این است که در رابطه با این مشکلاتی که هست باید کار کند، ولی متاسفانه اون هم دیگر وظیفش آمده زنی که از سر زن روی ما رو کشد، نمیدونم چیکار انجام بدهد. شورای علما هم که باشد آمده است در این که مثلا یک مقاله بر ضد کدام مخالفی رو که مهاجر چاپ کند. خلاصه یعنی این یکی از صفت‌های جامعه‌های دیکتاتوری و این نمو جامعه‌های متخلف و عقب مانده همین است که سلسله زنجیره که باید هر نهاد و هر مؤسسه در راستای وظیفه و مسئولیت خود عمل کند کنده هست. هیچ مؤسسه و هیچ نهاد در اون راستای وظیفه و مسئولیتی که برای اون معین شده است عمل و کار نمی‌کند. متاسفانه این دو نهاد هم که وابسته به این امور هستند هیچ بار دیده نمی‌شود که در این مسائل صحبت کنند و برای مردم، برای جوانان، برای زنها فهمانده دهی شود و این مسائل مهم برای اونها فهمانده شود. از این برمیآید بخشش خانتون بر از این برمیآید نه علمای دینی در تاجیکستان و نه کمیته زنها وظیفه خود را اجرا نمی‌کنند، نکرده ایستادن عین حال. بله، اون چی که به نظر میرسد و اون چی که دیده میشود و مراجعت میکنید به سایت هایی که اینها دارن، سایت شورای علما مثلا و کمیته زنان، اون چیزی که واقعا باید باشد دیده نمیشود. مثلا ما ببینیم در ابتدا وقتی که زن و یک جوان را با یک پسر و با دختر با هم ازدواج میکنند، در اونجا امام خطبه خوان مولا بلند میشود و میگوید که این عقد نکاح شما را ما بر اساس کتاب خدا، قرآن و سنت پیامبر بستیم، بر این اساس این بسته شد. و در حالی که اون جوان و اون دو جوان هیچ معلومات در رابطه با این ندارند که در قرآن و حدیث پیامبر در تعلیمات دینی در رابطه با خانواده برای نگاه داشتن این عقدی که خداوند در قرآن اون را میثاق غلیظ میگن، محکم ترین عقد میگه. یعنی این در قرآن اگر ما نگاه کنیم خداوند در مورد دو رابطه، دو بگیم عهدنامه، دو شرطنامه، همین کلمه رو استفاده کرده است که میثاقا غلیظا گفته است. یعنی که این عقد واقعا عقدی نهایت محکم هست، نهایت خطرناک هست. یکی در این عقد زن و شوهری گفته است این کلمه را استفاده کرده است، یکی در این که خداوند یک پیامبر را وظیفه دار میکند که این پیام خدا را برای مردم برساند. در اونجا هم در نسبت پیامبران خداوند این کلمه را استفاده کرده است که ما از پیامبران برای رسانیدن این پیام خدا به مردم این مثلا عقد، این پیمانی محکم و خطرناک را گرفتیم. یعنی عقد زن و شوهری بین یک مرد و زن، یعنی این صفت را دارد که از جمله مهمترین، خطرناکترین و از جمله مقدسترین ارتباط هست که بین مثلا دو انسان بسته می شود. ولی متاسفانه تنها اون مولا این عقد کردن را می داند، ولی در مورد اینکه اینها تا اینکه زن و شوهر شوند از تعلیمات دینی، از قرآن، از حدیث پیامبر در مورد زناشویی چی تعلیم گرفتن، چی آموختند و رفته و مشکلات پیش بیاید در این زمینه زندگی خانوادگی اونها چی کار باید انجام بدهند، هیچ تعلیمات متاسفانه برای این زن و شوهر داده نمیشد که واقعا این هم جای نگرانی هست. و من هم شنیدم از صحبت‌های اکای جمشید که قید کردن که مثلا چون این چیزها وجود ندارد که این واقعا یک مشکلاتی است که میتوان در برنامه‌های گذشته در مورد این صحبت کرد که اسباب این پراکندگی زن و شوهر، از هم جدا شدن زن و شوهر چی هست، اسباب‌های اقتصادی، سبب‌های اجتماعی، سبب‌های روحانی و نفسانی. واقعا این سبب‌ها وجود دارد که یک زن و شوهری که واقعا خانواده داماد هم، خانواده عروس هم، خود داماد و خود عروس هم با هزارها آرزو و امید می آیند این عقد را بسته میکنند و این ارتباط را برقرار میکنند، ولی
میبینیم که در یک ماه یا 2 ماه گذشته حتی در ماه‌های اول این عقد این مثلا نکاح از هم پاشیده میشد. این چی علت دارد؟ این اسباب این چی هست؟ چرا مثلا این همه آرزو و این همه آمالی که پیش از نکاح وجود داشت، این همه خراجاتی که در این معرکه ها صرف کرده میشد، چرا این همه هدر برود؟ چرا این همه مثلا از بین برود؟ اینها واقعا این همه اینا نیاز به یک نشست ها و صحبت های علمی دارد. مدام پشتی هم صحبت حاضر شود، دیگر صحبت در این مورد انجام نشد. برای اینکه جامعه معلومات پیدا کنه، جامعه از جهالت بیرون کرده شود، باید صحبت ها و نشست های علمی مداوم در این زمینه انجام داده شود با دعوت کارشناسان، کارشناسان دینی، کارشناسان حقوقی، روانشناسان و جامعه شناسان که این مسائل برای مردم، برای جامعه روشن کرده شود. وگرنه روز از روز این مشکلات بیشتر می شود و روز از روز مثلا پراکنده شوی عائله ها مثلا دیده میشه. این همه خودکشی هایی که از جانب عروس ها، از جانب کلین ها در خانواده ها دیده میشه، علت این همه چیست؟ علت این همه به جهل است، مشکلات خانوادگی است، مشکلات روانی است، مشکلات اجتماعی اقتصادی است. اینها را کی باید برای مردم شرح بدهد؟ اینها را کی باید برای مردم توضیح بدهد و کی برای مردم باید راهنمایی نشان بدهد؟ چگونه گفتن شورای علما و خطیب های بیچاره هم که مشغولن، مجبورن تعریف پیشوا کنند، در خطبه جمعه تعریف پیشوا کنند، در صوتهاش اگر سایت شورای علما را اگر وقتی افتاد یک مرور کنه، همه تعریف از پیشوا، از واخوری های پیشوا، نمیدونم از چیزی نیست که مثلا از اون یک مسلمانی مثلا تاجیک بتواند استفاده کند. وقتی که ما دست به کار شویم و در این مورد صحبت کنیم، دیگر متهم میشیم به نمیدونم به این و به آن، دیگر ما هم دست ما هم بسته است. وقتی که من در داخل کشور بودیم، در خود سایت نهضت یک بخشی بود، بخش سوال و جواب فقهی، روزانه قریب 100 سوال برای ما وارد میشد، روزانه قریب 100 سوال برای ما وارد میشه و اکثر اون هم در مورد مشکلات خانوادگی، مشکلات مثلا زندگی، زن و شوهری بود. با این خاطر حالا هم مثلا فرصت است که شورای علمای محترم این که از این مردم زندگی اونها تامین میشود و اونها مسئولیت وظیفه دار هستند که با این مشکلات مردم رسیده کنند و درباره این مسائل صحبت کنند. اینجا اپای معظمه مجبور شده است که وارد این مسائل شود. نه شاید نفرای باشند که مثلا شما را یا که اکای جمشید رو متهم کنن که شما مثلا از معلومات دینی ندارید، شما رو چرا وارد این مسائل میشه. این حتما بله یک چیزی هست که این نفران مجبور میشوند که این وارد این صحبت ها شوند. این باید این سر مثلا وقتی که ما روحانیان علما مثلا خاموش هستند، دیگر باید یک نفری برای مردم یک چیزی بگوید. بعد اینو برای خوش می‌کنم که بیشتر روحانیان و دانشمندانی که بیرون از کشور هستند، دیگر اونها تکیه به شورای علما و روحانیان داخل نکنند و این بحث ها رو بیشتر کنند تا اینکه مردم از اینا استفاده کنند، سوال جواب کنند، خب مطرح کنند مسائل خود را و جوابهای خود را بگیرند. شاید بیشتر گفته باشم، باز هم اگر سوالی شد ان شاء الله که نه. تشکر، خوب شما مفصل جواب دادین. اکنون این رو ببینین که جامعه ما عین حال طلاق رو گفتن ممکن است در مشکلی کوچکی در پیششون می آید و استفاده میبرند، همچون بازیچه استفاده برده ایستون. عین حال این رو ببینین که از روی وزارت عدلیه خبر داده است در 6 ماه اخیر، موضوع یک چی کمتر معلومات میتونم، در 6 ماه اخیر همین سال جاری 32489 نفر عقد نکاح رسما به قید گرفتند، یعنی که این 2500 زیادتر از سال گذشته بود. این چنین جداشوی نیست بسیار شده است. مسئولان کشور این چنین گفتند اینجا که جداشوی عائله نسبتاً به 6 ماه سال گذشته 6476 نفر بکار کردن عقد نکاحشون، این رسما بکار کردن. حالا ما نمیگیم که اون نفرانی که رسما نکاح نکردن و زیاده از 990 نفر زیادتر است از سال گذشته. اینا سبب‌های گوناگون خود را دارد، ممکن علم کافی ندارند، یعنی که تعلیم داده نشده است. برای همین جداشوی متاسفانه در تاجیکستان رسما از راز ما گرفته استادیم زیاد شده است.
акнун савол ба шумо ҷамшед саволи юридикӣ мешавад шумо агар мегуфтед ки мафҳуми бекор кардани ақди никоҳ тибқи талаботи қонун шунистед ҷамшед овози мара камтар шарҳ медодед خیلی که پیشتر گفتن پیش از اون که ما گپ زدیم که بکار کردن عقد نکاح چیست باید بگیم که خود عقد نکاح چیست عقد نکاح این از جهت قانونی یعنی که مناسبت‌های اولیه خود رو با تنظیم در آوردن با قید گرفتن در شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی میباشه یعنی در زکس‌های پیشینه آدم رفته عریضه می‌نویسد دو کس و حتما بینید که زن و مرد نوشته شده است در قانونگذاری ما در تاجیکستان یعنی که در تاجیکستان طبق قانونگذاری ما ممکن نیست که زن با زن رود عقد نکاح بندد یا که مرد با مرد یا که انسان با حیوان با مانند دیگر دولت‌های دنیا یعنی که این با قید دولتی گرفتن حالت‌های زناشویی است این ترتیب این مفهوم عقد نکاح است بکار کردن عقد نکاح یعنی که در همین قسمی در باب اگر ببینیم باب 4 کدکس اویله در اونجا یک چند ماده ها آورده شده هستند اساس های قطع نکاح مثال در کدام شرایط ها ممکن نیست شوهر عریضه نویسد و برای بکار کردن عقد نکاح ترتیبی بکار کردن عقد نکاح و هکذا در همین ماده ها آورده شده است و از جهت قانونی معناش همون است که فقط بعدی در ثبت حالت در شعبه ثبت حالت اسناد شهروندی اگر با قید گیرند در همون لحظه عقد نکاحی همین مردم بکار کرده می شود و برای دیگر اشخاص یگان قوه قانونی نداره یعنی که اعتباری حقوقی دیگر پیدا نمیکند برای یگان عاقبت حقوقی پیدا نمیکند برای یگان عمل و در بعض دیگر حالات در وقتی که حکمی سود قراری سود با قوه قانونی در اومدن در همین حالات عقد نکاح آنها بکار کرده می شود یعنی که در نزد قانون این دو نفر زن و شوهر نیستند این دو نفر بیگانه می باشند و نسبت به دیگر یگان عهده‌داری یا اینکه وظیفه ندارند بغیر از تأمین نمودن وظیفه الیمن سپوری یا اینکه تأمین نمودن توبیق شوهر یا که همسری معیوب و محتاج اونها دیگر در بین خود یگان مناسبت ندارند یعنی که اموال عمومی ندارند نمیتوانند که با روزگی یک دیگر یگان عمل رو اجرا کنند اونها دو شخصی بیگانه حساب میشوند همین به کار کردن عقد نکاح حساب میکنند و حتما چه گفتم یا در زکس باید به کار کرده شود یا اینکه در اداره سود این طبق طلبات قانون یعنی که طلاق با اینوبت گرفته نمیشود درست فهمیدم طلاق دینی با اینوبت گرفته نمیشود و نکاح دینی هم با اینوبت گرفته نمیشود برای مناسبت های اولیوی فقط همون نکاح با اینوبت گرفته میشد که با فکرم کدام روزش نمیدونم نه که ماه 18 هم هست کسی که تو ماه دکبر 1929 سال نکاح کرده است نکاح به طور اتوماتیکی همچون زکس حساب می شود ولی من فکر میکنم چون این آدما اگر باشن یک تا باشد یا که دو نفر باشند از 29 سال کی نکاح کرده باشد این حال معلوم نیست خیلی کم موندن برای همین وقتی که تاجیکستان من همین را پیشتر گفتم خیرت اسلام جان نه وارد شد نمیدونم گوش کرد یا گوش نکرد مقصد من همین که وقتی که ما میگیم که ما مسلمان هستیم که ما در نظر دارم حکومت رو در نظر دارم میگن که ما مسلمان هستیم و تاریخ هم گواه همین هست که ما زیاده از 1000 و چند سال از روی یک نظام حقوقی مسلمانی شریعت زندگی کردگیم و امروز ما در قانونگذاریمون یگان اون علامت شریعت نمیبینیم و این نادرست است ما مثلا گفتم در مورد دوزنگی یک فکر کنید من نگفتم که جوری کنید مسئله دوزنگی جمشید این رو موضوع دیگر می شود ما باز برمیگردیم به این موضوع اسلامی جان دعوت میکنیم موضوع نکاح اگر گیریم در همین من سوال دارم وقتی که آدم مرد زن رو میگیرد من اسلام جان درباره بسیارتر میدونم برای چی در ما مهر گفتنی گپ نیست
بعد بحث میشه در اویله زن با کودکای نوبالغ خردسالش پیش کرده میشد، مجبور میشد خودش را البته که در لبی دریای زرافشان می در لبی دریای خودکشی بسیار کرده ایستادن، برای که وای نمیدوند بجوره و دیگر و نمیدوند، برای که اسلام جان درست گفت کمیته دین کار نمیکند، کمیته زنها کار نمیکند. ببینید اجازت برای شوهر کردن ممکن است طبق قانون از 17 سالگی شما میتوانید که از 17 سالگی عریضه نویسید با سود که سن نکاحی منو 1 سال کم کنید، یک 6 از نظر دینی، از نظر یوریدیکی از 17 سال علاقه شما میتوانید که شوهر کنید. اگر اثبات کنید که شما به نهایت ضرور است شوهر کردن و دیگر علاج نیست باید شوهر کنید، میتوانید که شوهر کنید از 17 سالگی. لیکن تو 18 سالگی شما دا ممکن نیست که شما رفته همین دینی باباهاتون و اجداداتون آخر همان دین در اساس عرف و عادت نوشته شده است و همان عرف و عادت ما در اساس همین دین با هست، همان خیلی پیچیده است. ما درباره ریشه خودمون نمیدونیم ولی گویا میگوییم که ما سبزیده ایستادیم. آدم درباره نکاح تصورات ندارد ولی از 17 سالگیش می‌نویسد که من میخوام نکاح کنم، مرا با شوهر این نادرست است. باید حکومت همین ساحه رو بیند. به این حد باز برای همین خطری باید بیشتر کار کند. برای چی باید بیشتر کار کند؟ به این حد مهم برای چی کار نمیکند؟ از چی میترسد؟ از ایدئولوژی دین میترسد. من همین فکر میکنم میگم که اگر بیشتر و خوبتر میبود که در مکتب‌ها هم درس‌های دینی میگذراندن، من نمیدونم اسلام جان اگر خبر داشته باشد بیاده در مکتب‌های ما در مکتب‌های میونه همین فنی تعلیم دین هست یا نیست؟ جوری کردن شده است. من بله ممکن باشد من چند علاوه به صحبت‌های که جمشید دارم. واقعا جالب صحبت کردن که جمشید اگر واقعا تعلیمات اسلامی را اگر ما در رابطه با موضوع خانوادگی زناشویی نگاه کنیم واقعا به حد دقیق بیان شدگی است. خود قرآن حتی ما سوره داریم به نام طلاق، واقعا در این سوره چگونه انجام شدن این طلاق واقعا با دقیق بیان شده است. در سوره نساء داریم که در اونجا بیشتری موضوعهای مثلا خانوادگی مطرح می شوند و درسترین سوره قرآن هم که سوره بقره است بخش اعظم اون در رابطه با این موضوع در رابطه با این موضوع هست، یعنی نکاح، طلاق، مشکلات خانوادگی. ولی متاسفانه هیچ نمود تعلیمات در رابطه با این چیز در جامعه ما دیده نمی شود. عجیبش این است که ببینید وقتی که در انسان به دنیا می آید همه ما شاهدیم، ما مسلمان هستیم دیگه، باورهای اسلامی داریم، خب معتقد به خب این دین هستیم. وقتی کودک به دنیا نوزاد می آید ما در گوش او اذان و اقامت میگوییم و وقتی که اون رو از دنیا گسل میکنیم وقتی مرگ با جنازه و با تکبیر از دنیا گسل میکنیم. ولی از آمدن تا رفتنش با اسلام هست. ولی متاسفانه در قانون‌هایی که در این جامعه که بیشتر از 90% اون مسلمان است هیچ یکی از این تعلیمات دینی که واقعا به فایده خودی همین جامعه دیده نمی‌شود. این نمیدونم این رو چگونه باید تفسیر کرد. این قانون‌ها باید از کجا آورده شدن بالای مردمی مسلمان؟ آیا میشود مثلا چگونه که جمشید گفتن این عرف عادتی مردم ما 1400 سال شده همین هست. این نمی شود که مثلا برخلاف همین که برخلاف عرف و عادت، برخلاف باورها و ارزش‌های اون مردم وقتی که از دیگر جا چیزی رو خواه قانون باشد، خواه عرف عادت باشد، خواه اون رسم آیین باشد، هر چیزی خواه اون فکر باشد وقتی که آورده بالای این مردم تحمیل میکنی اون موافق نمی شود. واقعا این برخورد صورت میگیرد. همین است که نمیدونن مثلا الان با کجا مراجعت کند اون بیچاره، اون جوان و اون دختر و اون پسری که با مشکلات خانوادگی گرفتار میشن با کجا مراجعت کنند؟ با سود مراجعت کنند، با قانون مراجعت کنند؟ در اونجا هیچی از مثلا تعلیمات دینیشون رعایت شدگی نیست. خب بله با مولا و روحانی مراجعت کنند، حرف روحانی و حرف مولا که بر اساس تعلیمات دینی و ارزش‌هایی که این زن و شوهر باور دارن بر اساس اون براشون جواب مطرح میکند، ولی اون در نزد قانون قبول نیست.
بیچاره این جوان و این پسر یا که این زن شوهر باید چیکار کنند و کجا مراجعت کنند؟ واقعا این یک درد جامعه است. این یک درد جامعه است. ولی این یک درد است. با کجا مراجعت کنند؟ واقعا این یک درد است. باید این مثلا بازنگری شد. خود جمشید هم آشکار گفتن که در قانون هیچ یک از این چیزها مثلا رعایت نشده است. چگونه اون جوان و اون مثلا اون زن و شوهر مسلمان با کجا مراجعت کنند؟ واقعا یک مشکلی است. مشکلی زیادی به جامعه آورده است. تشکر. تماشاگران محترم، من میخوام از فرصت مناسب استفاده برده به کانال من ابنا شوید، معظم ادوکات قدیرова و در آینده پیگیری نمایید، بازنشر نمایید. اینچنین به کانال حقوقشناس جمشید یاروف حقوقی من ابنا شوید تا اینکه در آینده معلومات بیشتر اوید حقوقهای خود پیدا نمایید. خب میگذاریم به سوال دوم. به سوال اون که بحث پیدا شدگی بود، من این سوال اول رو به اسلام الدین به شما میدم که مورد بحث قرار داشته بود. طلاق به طریق SMS یا تلفنی جایز است؟ از نقطه نظر اسلام دینی قبول کرده می شود؟ سوالی من رو فهمیدین؟ بله فهمیدم، تشکر زیاد. بله واقعا این یک مسئله هست که بیشتر مثلا الان مثلا چون که بیشتر از 2 میلیون تاجیکی ما هم وطنی ما که در بیرون از کشور تنها در روسیه هستند و اکثر اونها هم جوان هستند و این همه مشکلاتی که در روسیه دارند و این همه مشکلاتی که مثلا زنها و مادرها در تاجیکستان دارند و خواه نخواه این بین زن و شوهر مشکلات به وجود می آید و دیگر دست اینها از همه جا کوتاه است. نمیتونن سفر کنن بیرون پیش همسراشون و این مشکلات رو در اونجا حل کنن، یا اینکه امکانیت ندارن که اون همسرا به نزد اینها بیاین و در اینجا مشکلی حل شود. در اینجا دیگه تنها میمونه تلفن و SMS و این اسباب‌های الکترونیکی دیگر مجبور هستن که با این واسطه این کارهای خود را انجام بدهند و روز از روز هم دیگر با تلفن وقتی که میخواهی این مشکلی حل شود، وقتی که با زن تماس میگیرد دیگر معلوم که چی میشود، آخرش همون جنجال و آخرش خواه زن خواه خانواده زن مجبور میکنن که دختری ما را سر ده، 2 سال شد نیستی، 3 سال شد نیستی و این مردم غضبناک میشود. دیگر آخران میماند همین که از همین چیز در این مورد استفاده کنم. واقعا خیلی خیلی مثلا جای درد هست. اما در مورد اینکه واقع میشود نمیشود، واقعا این مثلا یک مسئله مهم هست و برای اینکه چون درجه ما چیزهایی میگیم ولی چگونه که قبلا گفتم باید بیشتر در این مورد صحبت شود. برای اینکه این مسئله روشن شود از نگاه شرعی ما ببینیم که مثلا چند نوع طلاق در شریعت وجود دارد. مثلا ما داریم طلاق در شریعت داریم طلاقی که با لفظ انجام می شود، با گفتن انجام می شود، با گفتن انجام می شود که این هم نوعهای خود را دارد. طلاق داریم که با واسطه نوشتن صورت می گیرد و طلاق داریم که با اشاره انجام می شود. این یک تقسیماتی طلاق است. تقسیمات دیگر این هست که ما طلاق داریم که اونا طلاق میگن طلاق رجعی، که دوباره می تواند شوهر بعدی انجام شدن این طلاق دوباره شوهر می تواند بدون نکاح و بدون خود مثلا خواستگاری از سر نه اون همسر خود را برگرداند. این نوع طلاق است. طلاق داریم طلاقی باینش میگن، در باین گفته می شود در اصطلاح شریعت، یعنی که طلاقی که دیگر نیاز و این طلاق هم 2 قسمت می شود، یکی خرد و دیگر بزرگ. اون طلاق باین خردش آن هست که نیاز به نکاح دارد و طلاق باین کبراش که اون دیگر نیاز با نکاح اون انجام نمی شود بلکه با شرط ها و شروط خودش را دارد که بعد از یک نکاح دیگر، نکاح طبیعی
و اون شوهر دوم با طبیعی او را سر بدهد، بعدا برای شوهر اول حلال میشد. یعنی این تقسیماتی هست که در رابطه با این مسئله واقعا این هم نیاز به شرح و تفصیل دارد تا اینکه ما بتوانیم این مسئله که شما سوالی که مطرح کرده در این مورد یک جواب پوره و مفصل داده باشیم. به هر حال یعنی که از نقطه نظر اسلام طلاق به طریق SMS یا اینکه تلفن جایز است قبول کرده نشود. الان توضیح میدم، کمی نیاز به توضیح داره. طلاقی که با واسطه مثلا تلفن میشود دو نمود میشود. تلفن یا که مثلا وسایل دیگر وسایل الکترونیکی، خود پشت الکترونیک باشد، مسنجر باشد، خوب واتساپ باشد، دو نمود میشود. در اون اگر تقسیمش کنیم دو نمود میشود. یکی با نوشتن هست، پیام میفرستد که فلانی شما مثلا طلاق گفته، این با واسطه نوشتن. دوم با واسطه صحبت کردن، تلفن رو میبردارد همراه زنش خب تماس میگیرد و میگوید که من شما رو خب سر دادم. این دو نمود میشود و هر یک از این حکم علیحده خود رو دارد. وقتی که طلاق با نوشتن باشد، با نوشتن در نزد جمهور فقها، یعنی وهبة الزحیلی که از دانشمندان اسلامی در کتابش الفقه الاسلام و ادلته اتفاق تمام علمای اسلامی رو نقل میکند که تمام علمای اسلامی اتفاق بر این دارند که طلاق با واسطه نوشتن واقع می شود، یعنی صورت میگیرد. وقتی یک نفر نوشته کند و که من فلانی زنم رو مثلا طلاق کردم گفته، چون این نوشته کند و بفرستد، یعنی این طلاق با اتفاق علمای اسلامی واقع می شود. خب اما این هم باز نوشتن هم باز نوعهای خود را دارد. نوشتن هم باز هم نوعهای خود را دارد. ابو حنیفه چنین تقسیم میکنه. امام ابو حنیفه این طلاق را با نوشتن چند تقسیم میکند که نهایت مهم است. خواهش میکنم بینندگان دقت کنند. اول این که نوشتن یا معلوم هست، مستبین و غیر مستبین در کتاب‌های فقهی میگذرد، معلوم هست یا که نامعلوم هست. معلوم است که روی یگان ورق، یگان تخته، یگان دسکه یا که روی اکران تلفن نوشته می شود. این میگن نوشته معلوم که اگر چنین نوشته باشد در چنین نوشته طلاق واقع می شود. نوشته نامعلوم یعنی در هوا نوشته میکند، مثلا در هوا یا که روی آب نوشته میکند که زنی من طلاق گفته، یعنی این قسم دومش طلاق واقع نمی شود. اما اون طلاقی که حرفاش معلوم هست و معنا و مفهومی اون نوشته معلوم می شود، چون این طلاق واقع می شود. قسمت دیگر اون اون چیزی که نوشته شده است در اونجا مخاطب همون زن قرار داده شده است یا که مخاطب قرار داده نشده است. این قسمت دومش چگونه؟ مثلا نوشته می شود که مرد می نویسد که زنی من فلانی، نامش رو میگیرد، زنی من فلانی، تو بدان که مثلا نوشته میکنه تو طلاق هستی، انت طالقون، خطاب میکنه تو، کلمه تو استفاده میشود یا کلمه شما استفاده میشود. در اینجا نوشته میکنه، یعنی این در نزد امام ابو حنیفه، در مذهب امام ابو حنیفه این به مانند گفتن تو طلاق هستی، به مانند گفتن تو طلاق هستی، چگونه که با زبان طرف همسرش میگه تو طلاق، اون دیگر احتیاج به نیت ندارد، اون طلاق میشود. یعنی اگر چونین نوشته هم انجام بدهد فلانی زنی من تو طلاق هستی، این نوشته رو انجام بدهد و زنش رو مخاطب قرار بدهد، اینجا هم میگه امام ابو حنیفه که نیاز به نیت ندارد، در اینجا طلاق واقع می شود. این اما اگر زنش رو مخاطب قرار ندهد، تو نگوید شما نگوید، فقط نوشته کند که همسری من فلانی طلاق، همسری من فلانی طلاق، ولی شما یا که تو همسرش رو مخاطب قرار نمیدید، در روی کاغذ یا که در اکران تلفنی نوشته میکند. در اینجا دیگر نیاز به تحقیق دارد، باید از شوهر پرسیده شود که منظور از این نوشته تو چی است، نیتی تو چی است. یعنی در اینجا دیگر باید از نیت شوهر جویا شد که شوهر با این نوشتهش نیتش چی هست. یعنی در این خصوص دیگر
باید از شوهر پرسیده شود که مثلا نیت شما در این مورد چی است. یعنی در این قسمت دیگر ما در طلاق چگونه گفتیم الفاظی داریم که با اون لفظهایی که مخصوص در مورد طلاق استفاده میشوند که در شریعت اونها رو میگن الفاظی که آشکارا اونها در مورد طلاق استفاده میشوند. اون لفظ اگر استفاده شود دیگر نیاز به نیت ندارد، اون زن طلاق میشود. مثلا مرد برای زنش میگوید که تو طلاق، یعنی کلمه طلاق را وقتی استفاده میکند دیگه در اینجا نیاز به این ندارد که از اون مرد پرسیده شود نیت تو چی هست. اما وقتی میگوید که تو جواب یا که تو خانه پدرت بیرو، مثلا تو آزاد هستی، یا کلمه های استفاده میکند که در اون کلمه ها احتمال وجود دارد که مثلا شاید که نیت اون مرد یا باره جواب دادن اون از خانه خودش باشد یا که مثلا به خاطر دیگری میگوید که تو خانه پدرت رفت. این نمود الفاظ را در شریعت اینها را الفاظ کنایه میگویند، یعنی لفظهایی هستند که هم احتمال طلاق رو دارن و هم احتمال چی غیر طلاق رو دارن. همین که طلاق با نوشتن، وقتی یک نفر نوشته میکند که همسر من فلانی طلاق، یعنی این از جمله الفاظ کنایه هست، هم احتمال طلاق رو دارد و هم احتمال غیر طلاق رو دارد. می شود که با این نوشته مرد طلاق همسرش رو در نظر داشته باشد، یا اینکه می تواند با این نوشته مرد مثلا احتمال دیگر نیت دیگری داشته باشد، میخواد همسرش رو بترساند، یا اینکه مثلا نفر دیگر احتمال دارد در آمده در تلفن این نوشته است، یا اینکه مثلا میخواد که با این نوشته خط خود را بسنجد. یعنی که هم احتمال طلاق رو دارد و هم احتمال دیگری دارد. در این مورد باید از اون مرد پرسیده شود که نیت تو در این مورد چی است، تو مثلا چی نیت داری با این نوشته. یعنی در اینجا نیت مرد که چی نیت کرده است شرط است. اگر از مرد پرسیده شود که مثلا چنین نامه اگر بعد از زن رسید، دیگر اینجا از اون مرد پرسیده می شود که تو با نوشتن این نامه چی هدف داشتید؟ آیا تو چنین چیزی اول نوشته ای؟ پرسیده می شود که آیا تو چنین چیزی نوشته ای؟ این نوشته که هست مالی تو هست و تو از این نوشته چی مقصد داری؟ اگر شوهر بگوید که من بله این نوشته من هست و من مقصدم چی است؟ طلاق کردن تو است، در این صورت زن طلاق واقع می شود و زنش طلاق می گردد. یعنی در این صورت بنابراین وقتی که چنین خط و چنین نامه برای زن می رسد، از همه راه آسان این است که باید با اون مرد تماس گرفت و از مرد پرسید که نیتی تو از این نوشته چی هست و آیا نویسنده این مثلا نامه خود شما هست، تا اینکه این تحقیق برده شود، تا اینکه معلوم شود که خب نویسنده خود آن مرد هست و اون مرد از این نوشته اش مثلا چی میخواد. یک مسئله دیگه این هست که آیا در واقع شدن طلاق، در صورت پذیرفتن طلاق با نوشتن رسیدن نامه به دست زن شرط هست یا که شرط نیست. مثلا یک مرد نوشته میکند که همسر من فلانی، خب طلاق و برای همسرش میفرستد. آیا این نامه بعد از رسیدنش به دست اون همسرش طلاق واقع می شود یا که هنگامی نوشتن طلاق واقع می شود؟ این یک مسئله است که باید در مورد این هم روشنی انداخته شود. اگر هنگامی که اون مرد نامه را نوشته میکند یا که در اکران تلفن، در واتساپ است یا که در پیامک است می نویسد یا که در پشته الکترونی وقتی که می نویسد، اگر نوشته باشد که وقتی که این نامه به دست تو رسید تو طلاق، اگر همین قید باشد، یعنی که اینجا مثلا شرط گذاری کند، یعنی که طلاق مثلا معلق به شرط کند، شرط گذاری کند، اگر این نامه نوشته من به دست شما رسید شما طلاق. در این صورت کدام وقتی که نامه به دست همسر میرسد، در اون وقت اون همسر اگر مرد تصدیق کند که این نامه من هست، این پیام من هست و من طلاق تو را میخوام، در این وقت این زن طلاق میشود. اگر در اون نامه شرطی رسیدن نباشد، در اون پیامک شرطی رسیدنی پیام به همسر نباشد، یعنی تنها نوشته است که
همسر من فلانی طلاق. در اینجا رسیدن نامه بعضا شرط نیست، یعنی هنگامی که نوشتن نارسیده هم باشد دیگر این اگر مرد نیتی طلاق کرده باشد خب اون زن طلاق می شود. چون شاید مرد این کار انجام بدهد، بنویسد، خب تصمیم بگیرد، نیت کند که زنم را خب طلاق کردم و در تلفن می نویسد یا که در واتساپ می نویسد، ولی بعد نوشتن و بعد فرستادن که حالا مثلا در نمی رود با واسطه مثلا یک مشکلات تکنیکی پیش می آید، نامه به دست زن نمی رسد. در این اسنا در یک روز است یا که نیم روز است یا که 2 روز است که زن پشیمان می شود، مرد پشیمان می شود از کاری کرده است. در اینجا دیگر حقی رجوع کردن نداره، الکی اون طلاق واقع شدگی است، دیگر الکی اون طلاق واقع شدگی هست. بنابراین در اینجا وقتی که قیدی رسیدن نامه یا که رسیدن پیام به دست زن را نمیکند، دیگر همون بعد از نوشتن و فرستادن الکی اون طلاق میشود، طلاق واقع میشود. یا اینکه مثلا نوشته میکند که در پیام نوشته میکند که وقت تو این نامه را خواندی تو طلاق، وقت تو این نامه را خواندی تو طلاق. اینجا هم شرط طلاق شدن زنش را با خواندن نامه خب وابسته میکند. وقتی که نامه به دست زن میرسد، در تلفن زن هست، مرد پیام را میفرستد، همسر من طلاق گفتم میفرستد، در تلفن هست یا که در نامه هست، اما تا حال زن آن را نخوانده است. تا وقتی که زن آن را نخوانده است، اگر قید خواندن باشد، اگر تو این را خواندی، خب تا وقتی که زن اون نامه را اون پیام را نخوانده است طلاق واقع نمی شود. وقتی که زن اون پیام را خواند خب طلاق واقع می شود. در این جاها اگر نفر دیگه هم برای اون زن بخواند، اگر زن خودش خوانده می تواند، خب خوانده و نوشته می تواند، ولی نفر دیگر برای زن می خواند، اینجا هم طلاق واقع نمی شود تا اینکه خودی همون زن نامه را نخواند. چون که در اون نوشته اگر این نامه را تو بخوانی، قیدی تو بخوانی در اونجا هست، تا خودی همون زن نامه را نخواند طلاق واقع نمی شود. اگر زن توان خواندن نداشته باشد ولی در این صورت دیگر کس اگر نامه را بخواند خب طلاق واقع می شود. یعنی این خلاصه ای اون بحث هست که در مورد طلاقی با نوشتن در خب کتب فقهی و خب تعالیم دینی این چیز دیده می شود. در مورد طلاق با واسطه چی نوشتن، خلاصه طلاقی که با واسطه نوشتن کدام مرد با واسطه با نوشتن طلاق همسر خود را طلاق میدهد، این مثلا این طلاق کنایه هست، به منزله الفاظ کنایه هست و نیاز به نیت دارد. خب بنابراین وقتی که چنین چیزی صورت میگیرد و دست هر همسر چنین چیزی میرسد یا که هر مردی که این رو نوشته میکند، از صاحب اون پیام، از اون مرد حتما باید پرسیده شود که این نامه تو هست، این نوشته خود شما است، چون که احتمال دارد نفر دیگر نوشته باشد، و آیا و مقصد شما از این نوشتن چی هست. خب بعد این میتوان اون حکم را صادر کرد که آیا این زن طلاق می شود یا اینکه طلاق نمی شود. در عموم در طلاقی که با واسطه کتابت، با واسطه نوشتن انجام می شود، از جمله خب اون کنایات طلاق به شمار می رود و نیاز به نیت دارد. بنابراین از مرد باید پرسیده شود که نیت شما در این مورد چی هست. به هر حال باز سوال پیدا شد، من در خدمت هستم در این موضوع. فهم. ما یک سوال در این برنامه پیدا شد. خب یعنی از این خلاصه برآورد که وابسته از نیت مرد به طریق SMS هست، به طریق تلفنی هست. خب یک سوال به شما میتونم، مدام که طلاق به طریق تلفنی قبول کرده می شود، پس نکاح نیز کردن ممکن است به طریق تلفنی و چند شاید حضور دارند چند تا زن چند تا مرد، یعنی که نکاح به طریق تلفن این جایز است از نقطه نظر دینی؟
طلاق جایز است. بله تشکر. و اینجا تنها ما در مورد این صحبت کردیم که فقط به واسطه نوشتن باشد، اما مثلا این قسمت این که تلفن رو بردارد و با همسرش صحبت کند و طلاق کند، در اینجا دیگر حکمش دیگر هست. در اینجا دیگر طلاق واقع می شود، نیاز به نیت ندارد. وقتی که صحبت میکند با همسرش با تلفن و طلاق میگوید، در اینجا دیگر طلاق واقع می شود. اگر الفاظ طلاق استفاده کند، لفظ طلاق استفاده کند، یا طلاق واقع می شود، نیاز به نیت ندارد. مگر اینکه در همین جا هم وقتی با همسرش تلفن میکند، با همسرش میگه که خانه پدرت رو، خانه پدرت رو، یا که چیزو چارت رو جمع کن از خانه ما مثلا گم شو گفته. چون این چیزها در ما هست، در توجیه ما هست. در این الفاظ نیاز به نیت هست. در اینجا اگر چنین کلمه ها رو استفاده کند، لفظی خود طلاق نباشد، اینجا هم نیاز به نیت هست. در حال نباید مثلا اون زن رو طلاق شده براریم. باید از اون مرد پرسید که هدف تو از این چی هست، که خانه پدرت رو یا که چیز و چارت رو جمع کنی که از خانه بیرون شو. در اینجا هم احتمال هم طلاق است هم غیر طلاق. در اینجا هم نیاز به نیت دارد. یعنی برای همین گفتم که این باید این بحث مداوم باشد تا اینکه این هم مسائل مطرح شود. ما اینجا به طور عمومی میتوانیم بها دهیم و نمیشود در اصطلاح فقهی نزد دانشمندان یک اصطلاح هست، یک قانون رو استفاده میکنن که فتوای طلاق رو نقل کرده نمیشود. فتوای طلاق رو نقل کرده نمیشود. چگونه؟ مثلا من در مورد یک مسئله، یک از برای من در اینجا حالا یک نفر برای من مراجعه میکند و برای چون این مشکلی برای او پیش اومده است که مثلا با همسرش گفت مثلا مشکل پیش میاد و با واسطه نوشتن همسرش رو طلاق میکنه. من بر اساس گفته های اون نفر برای اون یک جواب میدهم، ولی این جواب من رو نمیشود برای دیگرها نقل کرد. یعنی فتوا وقتی که داده می شود برای یک نفر در مورد طلاق، فقها چنین میگویند که این فتوا نباید به دیگران نقل کرده شود، چون که هر یک نفر که مراجعت میکند در رابطه با مسئله طلاق، اون خصوصیات خودش رو دارد. باید اون مرد خصوصیات مرد نظر گرفته شود، ویژگی های اون زن در نظر گرفته شود، اون الفاظی که استفاده می شود، اون حالتی که اون زن و مرد دارن استفاده می شود، همه اینها با هم باید در نظر گرفته شود، بر اساس این پاسخ گفته شود. بنابراین ما وقتی که در اینجا این مسائل طلاق رو مطرح میکنیم، بینندگان عزیز فکر نکنند که ما فتوا داریم صادر میکنیم، بلکه ما یک راهنمایی عمومی داریم اینجا پیشنهاد میکنیم و یک نظرهای فقهی رو در اینجا بیان میکنیم، اجتهادهای فقهی رو بیان میکنیم. ولی وقتی نفری که با این مشکل مراجعه روبرو میشه، باید خود آن با یک دانشمند دینی مراجعت کنه و مسئله خود رو مطرح کنه و بر اساس اون برای اون جواب داده شود. چون که میشود یک نفر با همون مشکلی و با همون سوال مراجعت کنه، جواب یک باشد، و نفر دیگر با همون نمود سوال مراجعت کنه، جواب دیگر باشد. بنابراین این چیز باید در اینجا قید کرده میشد. اما در مورد سوال شما آقای معظمه که شما گفتید وقتی که با این تلفن میشود، با نوشتن میشود، مثلا نکاح چی؟ باید دانست که شرط هایی که در نکاح هستند از اون شرط هایی که در طلاق هستند فرق میکنند. بنابراین نکاحی با تلفن جایز نیست. نکاحی با تلفن جایز نیست. بنابراین این یک موضوع علاهیده است. تنها در اینجا همین قدر گفتم میتوانیم که بنابراین که شرط هایی که در نکاح هستند اونها دیگر هستند و شروطی که در طلاق هستند اونها دیگر هستند. طلاق با واسطه تلفن، با واسطه SMS، حتی با واسطه چنین که صورت هم دیده می شود، نکاح درست نمی شود که اون تفصیلاتی خودش را دارد که در وقت مناسب جلسه های مخصوص خودش در اون مورد صحبت کنیم. چون اگر حالا صحبت کنیم در مورد اون و همه اون شرط ها را بیان کنیم و همه اون قواعد و قاعده هایی که در این مورد بیان کنیم، خیلی موضوع طول میکشه، از این موضوع خود ما بیرون میره. یعنی که نکاح به طریق تلفنی جایز قبول نیست، نمی شود، گرچنده که داملو باشد که در
این در مثال میاریم، مثال دومود کلین انا همش به طریق تلفنی همدیگر رو میبینن. همون اون چی که در نیکو هست همش تکرار کرده میشود. اینا چه خیلی که ما امروز شما صحبت کرده ایستاده، حاضر تکنیک خیلی به پیش رفته است. همه این اگر به طریق آنلاینی اگر گوییم شود این جایزه قبول نیست. بله. درست. بله. طلاق جایزه قبول است. بله. چگونه که توضیح دادیم. فهمو. اکنون یک کس اینجا سوال آمده است به شما اسلامیزین به دومولو گفته که اگر من به شما میخوانم مهاجر بچه غریب نوشته است که سوال به دومولو وقتی مرد زنش رو طلاق میدهد باید به زن خانه شوهرش رو ترک کند یا اینکه حق دارد که آنجا بماند؟ درست فهمیدم یا فهمیدین یا باز تکرار نمایم؟ بله بله، این یکی از واقعا یک مسئله مهمی هست که در طلاق متاسفانه در جامعه های ما از اونجا همون به خاطر اون که مثلا این تعلیمات شرعی دینی در نظر گرفته نمی شود، در این موارد و در قوانین جا کرده نمی شود، این امور نادیده گرفته می شود و همین که زنی بیچاره طلاق شد باید از خانه شوهر بیرون شود. همین که زنی بیچاره طلاق شد باید از خانه شوهر بیرون شود که این برخلاف تعلیمات شرع و برخلاف اون تعلیمات است که خداوند بر پیامبرش در قرآن عظیم الشان در سوره به نام طلاق نازل کرده است. در اونجا خداوند میفرماید که اونها را از خانه هاشون بیرون نکنید. اونها را، زنها را وقتی طلاق میشوند، وقتی طلاق داده میشوند، از خانه هاشون شما بردها بیرون نکنید و خود اون زنها هم نباید از خانه های خودشون بیرون شوند. در این آیت این یکی از قاعده ها است که از تعلیمات دینی است در رابطه با طلاق. در اینجا بعد از طلاق شدن خداوند خانه شوهر را نسبت به زن میدهد، یعنی که زنها را از خانه های خودشون بیرون نکنید و زنها هم نباید از خانه های خودشون بیرون شوند. یعنی این بعد از طلاق شدن واجب هست بر مرد و بر همون زن هم که باید در همون خانه که طلاق شد باید در همون جا باشد. عیده اش را بعد از طلاق شدن که عیده هست باید عیده اش را در همون خانه شوهرش باید ببیند و شوهر حق ندارد که زن را از خانهش بیرون کند. اگر بیرون کردن زن از خانه این از نگاه شرعی حرام است و خود زن هم نباید از اون خانه بیرون شود، چون که در اینجا حکمت های نهفته هست. در اینجا حکمت های نهفته است که با در نظر داشتی اونها خداوند این چیز را مثلا در آیات چنین بیان میکنه. یعنی باید در خانه شوهرش باشد تا مهلتی که عیدهش میگذرد و نفقهش، اینم قید کنیم که نفقهش که خوراکش، خب لباسش، همش در این مدت بر دوش شوهرش هست. در شرط و شرایط تاجیکستان چنین شرایط هست اجرا کرده شده است اینها فکر شما؟ در شرط و شرایط تاجیکستان شرط و شرایط چیه در نظر دارید؟ مسکون، از جهت قانونی مسکون، فنو از جهت قانونی، یعنی که ما بسیار مشاهده میکنیم که نه، وقت شریعت ببینید وقتی که زن مثلا یک مرد زنی رو مثلا به همسری میگیره و به خانه اش میارد، برای اون خانه واجب است که او را با خانه تامین کند. کمترین حد اون خانه مسکونی که شریعت در نظر گرفته است این است که یک خانه با قلف با در الوحیده با قلف مثلا در اختیار زن باشد که زن بتواند در اون داخل خانه آرامانه زندگی کند، کسی حق دخالت کردن وارد شدن به اون خانه ندارد از خانواده اون مرد. بنابراین در همون خانه فرق نداره در اون دیگر نفرها هستن زندگی میکنن، نمیکنه، هیچ کس حق ندارد که اون زن را موافق تعلیمات شرعی از اون خانه بیرون کند تا وقتی که اون در عیده هست. اگر که مثلا نیاز به شهر داره عیده او هم، تا وقتی که اون در عیده هست هیچ کس حق نداره اون زن را از خانه بدر کنه در وقت بعد از طلاق. فهمو این از نقطه نظری دینی اسلام باید مرد عهده‌دار است. میکروفون. مرد عهده‌دار است که مثلا اون در اون خانه زن باشد، حقی بیرون کردن، نه عهده‌دار، حقی بیرون کردن ندارد و وظیفه دار است که خوراکای اون را تامین کند
لباسای او را تامین کند تا وقتی که اون وزن هم در اینجا خودش را زینت میدهد، خودش را زیبا میکند، خودش را آرایش میکند در پیش شوهرش باید به این شکل جلوه کند. یعنی این یک که مثلا نیاز به این موضوعش هم باز نیاز به چی داره که چرا زن باید در خانه شوهر در این مدت باشد، این هم باز نیاز به یک صحبتی علاحده و کامل داره. خب برمیگردیم به جمشید نقطه نظر شما چی؟ دوری طلاق به طریق SMS از نقطه نظر یوریدیکی فکر عقیده خود شما. در اول برنامه من گفتم از یک قانونی یگان اعتبار حقوقی ندارد طلاق کردن به طریق SMS و MMS و نمیدونم به طریق پوچتای روسیه یا که پوچتای پولسکا و کدام نموده که نباشد نمیشود، چون که در کودکس اویلا خیلی گفتم از ماده به فکرم 16 تا تقریبا 27-28 اساسهای بیکار و ترتیب بیکار کردن عقد نکاح آورده شده است و در آنجا SMS و چیز اون نوشته شده نیست. قانون میگوید که حتما باید در وقت بیکار کردن عقد نکاح، یعنی که طلاق دادن اگر بگیم به زبان عمومی، حتما هر دو طرف باید اشتراک کنند و این طلاق در شعبه ثبت حالت اسناد شهروندی صحش یا اینکه زاکس برگزار میگردد یا اینکه در سود در موردی که اگر اونها ریزا نباشند میتوانند از بیکار کردن عقد نکاحشان راضی نباشند، یکی از طرفها میتوانند به سود مراجعت کنند. اگر اونها فرزندی نابالغ داشته باشند یا اینکه یگان بحث در اوید تقسیم اموال و نگاهبینی و دیگر داشته باشند میتوانند به سود مراجعت کنند. در این لحاظ قانون درباره طلاق فاصلوی اجازه نداده است، ولی که از جهت قانونی یک راه هست باز برای اگر مخصوصا برای همون مهاجرانی که گپ زنیم که امکانیتی آمدن به تاجیکستان و اینقدر مبلغ صرف کردن و در سود و در زکس اشتراک کردن رو ندارن، یک راه واسطه دیگر قانونی هست و این راه یعنی که با واسطه نماینده خود پیش بردن مرافعه سودی اویلوی در حدود جمهوری تاجیکستان است. برای این باید حتما اون شخص با نام یگان نفری که در حدود جمهوری تاجیکستان هست یا اینکه نیتی به تاجیکستان برگشتن رو دارد میتواند که وصیت وکالتنامه نویسد با درج کردن حتمی اون که وکالت ها برای پیشبردی محض همین پرونده و برای بیکار کردن عقد نکاح با فلان آدم با نشان دادن جزئیاتش در همین وکالتنامه میتواند که با طریق نماینده خود در تاجیکستان عقد نکاح رو بیکار کند. این رو من هرچند که این در کودکس اویلوی نوشتگی شدگی نیست، ولی باید در نظر داشت که مناسبت های اویلوی، مناسبت های گردنی نه فقط در یک قانون آورده می شوند و دیگر خیلی مناسبت ها با دیگر قانون ها از جمله با کودکس گردنی با همون قسمتی که درباره وکالتنامه نوشته شده است این رو پیش بینی میکنند و این در فعالیت کاری من نیز گذشته بود. من یک مرافعه رو پیش می بردم با وکالتنامه برادری دیگرش آمده مرا همچون وکیل گرفت و شخصی که عقد نکاحش را میخواست بیکار کند عموما نه در روسیه بلکه در اتحادیه شتات‌های امریکا زندگانی میکرد و در امریکا بود و ما با وکالتنامه‌ای که او با برادرش در تاجیکستان داده بود عقد نکاح او را در تاجیکستان با روزگی او بیکار کردیم. چون این امکانیت ها هست. میکروفون همون سوالی که پیشتر با اسلام الدین داده بودم، نکاح به طریق آنلاینی قبول کرده می شود از نقطه نظر؟ نه نکاح به طریق آنلاینی قبول کرده نمی شود. حتما باید که عریضه رو نکاح شونده ها یک ماه پیش سپارن و در مدت همین یک ماه عریضه باید دیده می شود. من قانونگذاری ما باز چند شرط دیگر علاوه کردگی است، یعنی که از تشخیص طبی باید گذرن اونها که خیش تبار نباشند، باید اگر خواهش داشته باشند، متاسفانه این چیز نیست، مجبوری نیست. من فکر میکنم که همین رو مجبوری کردن در کار. اون چیزی که در آینده میگم یعنی که شرطنامه نکاح باید بندن
айни ҳол ҳуқуқи бастани шартномаи никоҳро доранд, вале уҳдадории бастани шартномаи никоҳро надоранд. ва ин яке аз проблемаҳое мешавад ки дар оянда байни домод, байни оилаи издивоҷкунандо баҳсҳо ба вуҷуд мебиёяд. баҳсҳо ба вуҷуд мебиёяд. Мана вақте ки онҳо вақти никоҳшонро бекор мекунанд, бинед 12 сар мешавад, хонаро чӣ хел тақсим мекунем, ки фарзандоро нигоҳубинӣ мекунад, алимени чанд сум месупоранд, оё ман иҷозати дар ин манзил истиқомат карданро дорам, надорам. шавҳар ариза менависад ки ман барои чӣ ба фарзандам наметавонам муошират кунам, ҳарчанде ки ман мисол бо занам ҷудо шудам, вале чӣ ба ман имконияти бо фарзандои худам дидан надорам, вақте ки меравам ба хонаи хуштамам маро мезананд. мана ҳамаи ҳамин баҳсҳо бояд, ҳамин масъалаҳо дар созишномаи никоҳ бояд қайд карда шавад, ҳамаи ҳамин ҳолатҳо, ва хубтар мешуд ки ҳамин ба тарзи хаттӣ як уҳдадории умумӣ мешуд, бастани созишномаи никоҳ. вале дар саволи шумо камтар дароз карда ҷавоб додам, не, ба тариқи смсу, почтаву телеграму, вайберу имо бастани ақди никоҳ қонунгузор муқаррар накардааст. иштироки ҳар дуи издивоҷшаванда дар назди мақомоти сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ ҳатмӣ аст, барои ки розигии онҳо пурсида мешавад. фаҳмо. инҷа боз савол омадаги аст. ходими халқ чунин савол дода истодааст ки ба фикрам инро ман ба шумо пештар гуфтагӣ будам, хай ба ҳар ҳол мехонам. так никоҳ онлайн мешавад, шоҳидҳо низ онлайн бошанд. ин ҳамин хел савол. никоҳ яъне ки ман пештар дода будам, никоҳи онлайни оё мешавад аз шоҳидҳо? савол ман ин савол ба фикрам ба Исломиддин. не, ман гуфтам никоҳ онлайнӣ намешавад. пештар ман гуфта будам. шоҳидон низ онлайнӣ намешаванд. шоҳидан онлайн. хуб, пас бармегардем. боз ба як савол дорам. ин савол ба Исломиддин. пас аз талоқ додани шавҳар талоқ додан ба зан бо тариқи телефони смс ягон роҳи оштишавӣ ҳаст? умуман пас аз талоқ додан ягон роҳи оштишавӣ мавҷуд аст? барқарор кардани оила имконият ҳаст ё нест? бале, бубинед, дар мавриди дубора бо ҳам омадани зану шавҳар баъд аз талоқ воқеан он фарқ намекунад ки он талоқи телефонӣ бошад ё ин ки масалан талоқи ҳузурӣ бошад. воқеан ин шарту шурути худашро дорад ки агар талоқ он дар мавриди китобат суҳбат кунем. гуфтем ки масалан гуфтем дар мавриди талоқи бо навиштан суҳбат кунем, аз мавзӯъ берун наравем. агар чӣ гунае ки гуфтем талоқе ки бо навистан сурат мегирад, хуб аз ҷумлаи алфози киноя аст ва агар шавҳар нияташ талоқ бошад ва зан талоқ мешавад. вақте зан талоқ шуд, хуб, вақте зан талоқ шуд, инҷо аввал ин ки дидан дар кор ки ин чандум талоқе ҳаст ки сурат мегирад байни ин зану шавҳар. талоқи аввал ҳаст, талоқи дуввум ҳаст ё ки талоқи саввум ҳаст. хуб, ин як чиз. дуввум ин ки нигоҳ кунем ки ин мард кадом вақт баъди чанд муддат мехоҳад ки бо ҳамсараш дубора издивоҷ кунад. дар замони идда ҳаст, дар замони иддаи зан ҳаст ё ки баъд аз иддаи зан ҳаст. хуб, агар талоқи якум ва дуввум бошад, як бор бошад ё ки дуввум талоқ бошад, дар инҷо мард дубора ҳаққи баргардондани ҳамсарашро дорад. ва агар мард мехоҳад дар замони идда ҳамсарашро баргардонад, дар замони идда мехоҳад, не ки иддаи зан тамом ношуда, мард мехоҳад ки дубора ҳамсарашро баргардонад. дар инҷо дигар ниёз ба никоҳ надорад. ҳатто метавонад ки бо ин ки ман дубора туро ҳамсар кардам, он ҳамсарашро баргардонад. агар баъд аз тамом шудани идда мехоҳад бо ҳамсараш дубора бо ҳам биёяд, дар инҷо дигар ниёз ба хосгорӣ нав дорад, мисли ин ки аз нав
ازدواج میکند نیاز به خواستگاری از نو دارد نیاز به مهر جدید دارد باید مهر نو پرداخت کند و نیاز به نکاح دارد و حضور شاهد و همه اون شرط و شروطی که مثلا در ازدواج در نظر گرفته شده است بعد از عده باشد نیاز به این چیز دارد که اگر عیدهش بود شد و بعد از نکاح میخواهد که بعد از عیده میخواهد که با همسرش دوباره با هم بیاید باید خواستگاری کند مهر نو پرداخت کند و با حضور شاهدان دوباره اون زنش را برمیگرداند. اگر سوم طلاق باشد متاسفانه اگر سوم طلاق باشد در بین این زن و شوهر در اینجا دیگر حقی دوباره زندگی کردن با همسر اولش رو ندارد مگر اینکه اون همسر اولش به صورت طبیعی با مرد دیگر شوهر کند یک مدت نمیدونم زندگی میکنند که دوباره اون شوهر دومش هم ساز نمیگیرند و از او جدا میشود بعد از اون میتواند که مثلا دوباره خواستگاری کند و با پرداخت مهر نو و با شرط شروط نکاح با اون ازدواج کند. اما اگر دیگه شوهر کرد و رفت دیگه توکلش به خدا با همین رفتن میگیرد. اما این که اون به خاطر همین که دوباره با همسر اولش ازدواج کند بعد 3 طلاق تنها به خاطر اینکه برای همسر اولش حلال شود نمیدونم با مرد که در اصطلاح ما حلاله میگویند در عرف ما یک مرد را بگیرد نمیدونم یک شب یا 2 شب و اون مرد باید طلاقش کند یعنی اینجا این نکاحش دیگه این حیله در شریعت جایز نیست حرام هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که هر دو این نفر رو هم این مرد رو مرد اول رو هم مرد دوم رو حد رو لعنت کردن و این نمود کار در شریعت جایز نیست. نکاح وقتینچه بله نکاح وقتینچه این بله نکاح وقتینچه بله نکاح طبیعی باشد چون اگر نکاح طبیعی نباشد اون حکمتی که شریعت در اینجا در نظر گرفته است و این حکم را صادر کرده است اون بیکار می شود. به همین خاطر اگر نکاح وقتینچه باشد و به خاطر حلاله کردن باشد اینجا برای همسر اولش حلال نمیشه و نکاحش درست نشه باید نکاح طبیعی باشد و بر این اساس باید اون نکاح صورت بگیره. اما اگر نفهمی باشد یکون بینندگان باز توضیح اومده تا اینجا یک کس آمده است با عنوان فامیلی من حالی فکر دارم قبول کنم یا قبول نکنم یکون نظر داشته باشد قبول کنید گوش کنید مردم چی میگوید ممکن سوال داشته باشن حق قاضی قبول میکنیم لیکن نام فامیلی من که آمده است این شخص خوب کلانی که شما ده نام فامیلی من کی باشد نمیدونم عجیب. خوب ادوکات معظم قدیر و بس گوش میکنیم شما را یکون فکر و نظر داشته باشد مرحمت. الو السلام علیکم. و علیکم سلام بر سلام. بخشم یک 2 سوال داشتم گوش داریم بفرمایید. من شهر مسکو نمیدونم در سوالم جواب گرفتم میتونم آیا نه کوشش میکنن اینجا متخصصا حضور دارن فکر دارم هم از نقطه نظر یوریدیکی هم از نقطه دینی کوشش میکنن به سوال شما جواب بدن بفرمایید. من شوهر داشتم از شوهر یکم جدا شدم و 2 فرزند دارم از قریب 4 سال جدا شدم برای مسکو در اومدم شوهر دوم کردم در این شهر غریب معلومه که چی روزا می شود بعدا همین چند ماه زندگی کردم از همون آدم فرزند دارم 9 فرزند شده بعد همین شوهرم دم و دم خودش به کشتن میزنه مخ نمیکشم تو ایتریزم میگه کشول میکنم همین خراکتر کتی غم میتیمانه از همون سبب من پرسیدنی بودم آیا من فرزند ما ابورت میلی چی میکنن همون خیلی کردن اجازت هست از شریعت ایل از همین آدم جواب میگم طلاق بده من خیلی کتی یک خودشا میکشه یکون چی میکنه من دوای نکنه مقصد زلالش نرسه همین جواب من نمیتیه همین سوال میخوام بفهمم که آیا من میتونم فرزند ابورت کنم ایلی نمیتونم
در اول فرزند شما چند ماه است در بطن شما؟ ممکن 1 ماه یا که 1 ماه و 1 قینه باشه، نمیدونم راستی. همین خیلی یکی شدگی ای، بعد همین علاجی ندارم. من خودم 2 تا پسرچه دارم، برای همون سبب نمیدونم چی خیلی کنم. شما با این شوهرتون نکاح دارین یا اینکه رسما زکس دارین؟ نه نکاح داریم. نه نکاح دارم. نکاح دارین یعنی که شوهر شما گویا که اگر گیریم عقل سالم دارد؟ عقل سالم داره، آدمی سازه. بعد که جنگ برای هر یک پسی و بلندی جنگ میکنه، بعد در خودشا تو که من کورچه را میگیره خود من میکشم، تو که ایتریزه خودشا من خودم میپرتم. این خیلی کدی من اوژه راستی گپ خسته شدگیم، نمیدونم که خدا منو ببخشه مجبورم که من جدا شوم یا که گودک بگیرم، آیا من نمیدونم چی خیلی کنم. همین ده بخشش که ممکن فهموده تانستم نتانستم. من یکم باره خیلی سایت ده گپ زدستم و فکرم فهمیدن. جمشید فهمیدن؟ این متخصص در اینجا حضور دارن. بس این شخص نیت زندگی کردن با اون مردی که نکاح دینی دارد نمیخواهد، برای که باوری ندارد از وی انسان و فرزندی که در بطنش است میخواهد که ابورت کند، یعنی که اسقاط حمل کند. اینجا من فکر میکنم اسلامیون باید جواب دهد، برای که این از جهت دینی پرسید که چی میشود، چی حکم شریعت هست در من وقتی که من دیده و دونسته فرزند خود من مثل اسقاط حمل کردنی هستم و این میتونم باید سوال داد که من میتونم همین مرد وای کنم طلاق کنم. سلام علیکم خواهر گرامی. سلام علیکم برادر. اولا خداوند صبرتون بده. واقعا مشکلات که شما بیان کرده واقعا برای یک خواهری که در هجرت هست و با این مشکلات واقعا سخت است. خداوند صبرتون بده. اولا باید ببینیم که مثلا شما در اونجا تنها هستید یا اینکه با پدر و مادر هستید و اون شوهری هم که با شما هست اون تنها هست یا که یک نفر از اون جانب هست و این نکاح شما در حضور وقتی که شما نکاح کرده در حضور کی صورت گرفته است؟ اون شاهدانی که در اونجا بودن اونها هستند؟ خب نفرانی که این کار انجام دادن اونها کجا هستند؟ یعنی این مسئله رو میتونه یک کمی شرح بده بعد چون که چه کامل شود سوال بعد پاسخ براش پاسخ بدیم. من اکا وقتی که نکاح کردگی بودیم یک مولا بود، بعدا من و شمی شوهرم و 2 کسی دیگه بود. شما همون مولا را میدونی الان کجا هست؟ اون 2 نفره که شاهد بودن اونها کجا هستن؟ من همین مسجد پیش مسجد نکاح کردگی بودم. همین مسجد طرفای مسجد بود. بعدا نکاح کردیم. نمیدونم اکوای من نمیشناسم. همین که مولا بود امو رفتیم نکاح کردیم، همون شاهد آوردیم و نکاح کردیم. بعدا کمتر زندگی قینتر حقیقتش بسیاری. حالا برای مسئله روشن شدن شما تنهایید، یعنی که مثلا نفری نیست از جانب شما که سرپرست شما در اون وقت بوده است یا که از شما تنها بودید؟ از جانب ما هیچ کس نیست. از جانب شوهرم پدرش هست. بچه‌ام بارها من پدرش گفتم که التماس بچه‌خونه جمع کنین که من خیلی زندگی خودم به هم خیلی زندگی گذاشته بود. 5 سال 4 سال قریب من شوهر نکرده بودم. خیلی در شهر غریب آمدم و همین آدم روپرو شدم. خیلی به نکاح مسلمانی کردیم و زندگی کردم. بعدا همین خیلی بعد با بالای این عادتی زدن داره. من از شوهر خودم هم خیلی ایروی زدن و ایروی هم خیلی کوربار و رشک و همین حیات خودش من او طلاق نپرسیدم. به گناه من جواب من جنگی پسی زندگی جوابی من داد. از اکون ایشا گرفتم که خیلی زندگیم خوب میشه و که ای با من ایتریزه گو وقت چه میپرتم میگه توی که کورچه را میگیره من خدمه ایخه میکنم. از همین سبب
میترسم خودم، چون که من با 2 فرزند نابالغ دارم. فهمم. خب یعنی مراجعت کردن شما با پدری اون هم هیچ نتیجه نداد نه؟ نه نمیشه و بعدا از حدش میکنه که تامین یگون هفته موجود آدمی نرمال نیشه و بعدا تا تلفن هم میشکنه تا که عدتی زدن داره بعدا بله خواهر گرامی، ما در شروع صحبت واقعا گفته بودیم که یکی از مشکلاتی که دامنگیری متاسفانه امروز زن و شوهر در جامعه های ما هست، این واقعا آگاه نبودن از تعلیمات دینی و آگاه نبودن از اون حق و حقوقی که دارن هست. همین که مثلا در هنگام نکاح وقتی که زن نمیداند، به شورای زن نمیداند که این شاهدها برای چی هستند و اون شرط و شروطی که مولا یا که اون خطبه خوان در هنگام خطبه خوانی میگوید، این زنی بیچاره نمیداند که این شرط و شروط برای چی هستند، این مشکلات در این وقت به وجود می آید. اگر اون زن بداند در اون وقت که این شاهدها برای چی هستند، هر شاهدی که نمیشناسد، اون شاهدی که نمیداند کی هست، شاهد برای همین لازم هست که وقتی بعد از نکاح در وقت زندگی کردن مشکلات به وجود می آید، اون شاهدها باید در این در این حل کردن این مسائل باید دخالت داشته باشند. وقتی که این زنی بیچاره خبر ندارد که اون مولا در وقت خواندن خطبه چی شرط و شروط گذاشته است، این شاهدها کی هستند، دیگر در این وقت همه اون مشکلات بار می شود بالای این هم خود این زن و در مقابل هم این مرده که واقعا دیگر نمیتونم در مورد این ما چگونه خلاصه چی بگویم، واقعا خیلی سخت است. خوب می بود که در اونجا اگر در نزدیکی شما نمیدونم یگون مسجد باشد، یگون مرکزهای دینی باشد که بتوانید با اونجا مراجعت کنید، حتما که در اونجا قاضیات یا نمیدونم مساجدی هست که شما همون مسجدی که شما را نکاح کردن اگر امکانیت باشد اونجا باید مراجعت کنید و این مشکلی خود را به همون نماینده اون مسجد برسانید که این مشکلی دامنگیری من هست، من باید چیکار کنم. و اینکه شما بعد از بیرون شدن، سوال این است بعد از جدا شدن از این مثلا چیکار میکنید، این خیلی مهم هست. و فرزندی که شما الان دارید چگونه در مورد فرزند این یک مسئله است که مثلا چی جواب در مورد این مثلا فرزندی که در بطن شما هست، این یک مسائل. در مورد جدا شدن شما یک مسائل. اینها همش نیاز به این دارن که شما اگر یک مسجد چگونه گفتی در مسجد نکاح کردیم باشد و بتوانید که با اونجا مراجعت کنید، از همه بهتر است که با اون امامی در اونجا بودن مراجعت کنید. اون مسئول رسمی اون منطقه هست، تأثیرش خیلی بیشتر است از اینکه ما برای یک پاسخی بگوییم. این امکانیت رو داره شما؟ داریم ها که امکانیت دارم و بعدا نمیدانم چه خیلی میرم من چی سوال میتیم. این همی سوالهایی برای ما دادی، این همی سوالهایی برای ما گفتی، همه نکته به نکته همه رو برای اون امام هست، اون یک نهاد رسمی هستن، اونها نهادهای رسمی هستن برای زندگی شما کمک میکند، شاید کمک کند که مثلا این همسر شما هست و این کمبودی ها رو انجام میده، همسر شما رو دعوت میکنن شاید و شاید نیاز شود که بالاتر شما مراجعت کنید، نه اینکه مثلا در حال ما همه وقت یک مشکلی پیش می آید هر مشکلی که نباشد تنها برای حل اون یک راه میبینیم، یک راه همین که مثلا ما باید جدا شویم و مثلا این کار انجام بدیم. بهتر این است که اونجا اگر امکانیت باشد مراجعت کنید، نهادی رسمی هست و شاید که مثلا این قضیه شما دیده برآمده شود و یک برای آینده زندگی بهتر شود، بتوانید که نه از راه طلاق شد، از راه دیگر راه بهتر این قضیه شما حل شود. اما اینکه مسئله جدا می شود این یک مسئله دیگه هست. السلام علیکم. اکنون شما گفتنین که این دختر باید مسکو، این خودش در مسکو، همین مچتی مسکو رود. این بچه همین خیلی آدم هست که خودش جنجالش دیستن، من دیدستم دارو میخورد، من میکشم گفته خودش تریزه با میپرتاد، میگود میپرتام، کارچه را میگیرد میگود میکشم، کارچه در اشکمش میموند.
я бор талоқша пурсид, духтара зад. Якумаш ки, дуюмаш ки то ман чита ба фикрам ин мардак намерад, дуюмаш ки ин ҷавобша наметиҳад, сеюмаш ки мачи бале гӯш дорам. ин ҳамин уже ин духтар метарсад зиндаги кардан ба байқати, уже метарсад. мегӯяд ки яке ягон кор мекунад худаша, ин духтар дид дорухӯришам дид, дига корушам дид, уже ин духтар тарсид. мушкили ҳамин аст, хоҳари гиромӣ гӯш кунед. мушкили ҳамин ҳаст ки вақте он намехоҳад талоқ додани ин хоҳарро, вақте мо ҳам барош масалан аз ин ҷавоб бидиҳем, он чӣ гуна талоқи худашро аз ӯ мегирад. ман барои ҳамин гуфта истодам ки агар як ниҳоди расмӣ бошад, муроҷиат кардан ба фоида аст. худи шумо муроҷиат кунед, не хоҳар. ҳози шумо ки фаҳмондед айрӯи шариат фаҳмондед, шумо фаҳмондед айрӯи шариат фаҳмондед, ин айрӯи шариат ҳози может 10% одам мондааст ки айрӯи шариат корбор мекунанд. ҳози мардакот никоҳ кардестанд, через телефон ҷавоб додестанд, ино мулое ки ҳастанд ки ин через смсу через телефон гапотон айбораи через смс талоқ, через смс талоқ додестанд, через телефон талоқ додестанд, айдори талоқ, через одамо талоқ додестанд, ҳамон мулое ки ҳастанд ки адобрид кардестанд ҳамин корошона. мардакот беҳад ай худ гузарондагианд, духтаро қадр надоранд, ҳамхе зиндаги кардестанд, форат имрӯз 5 сол 4 сол 2 сол 1 сол зиндаги кардестанд, баъди 4-5 сол мегӯянд ки уже намепорӣ, мана намепорӣ, ана талоқ ёки через каворта талоқ, через смс. бо мулое ки ҳастанд ки ха кори хуб кардааст. ҳичи ягон мардак ҳақ дорад нахорад ҷавоб додияд. хоҳари гиромӣ, алон мушкили ин хоҳар бояд ҳал шавад. мушкиле ки ин хоҳар дорад, воқеан дар як мушкили гирифтор шудааст, бояд мушкили ин ҳал шавад. вале шумо мегӯед анамин бачаям ранги ҳамон мардако. шумо бояд ҳамаи роҳҳои ҳуқуқие ки ҳақҳое ки ин хоҳар дорад, бояд оно истифода кунад, бояд муроҷиат кунад, бояд намедонам ба куҷо бояд муроҷиат кунад. вале ин ки закс надорад барояш мушкил ҳаст, танҳо як никоҳ дорад ва шумо ҳам мегӯед ки он мард инро талоқ намедиҳад, яъне ин як чизе аст ай худо метарсад талоқ наметиҳад, лекин мезанаду чумчукоро мекунаду азоб метиҳад. инам айрӯи ислом. ин як нафаре лозим ки аз ҷониби ин хоҳар як нафаре пайдо шавад, ки аз ҷониби ҳамин хоҳар як нафари наздик. ин тарсуд аст ки кӯдак, ман ин пага ягон кор мекунад худаша, ман ин кӯдака гирифтам аборт мумкина кардан ё не, то чанд рӯзара кардан мумкини ба аборта. бахшиш ака, ҳамин фарзанда яъне дар пеши худованд кадом вақт гунаҳгор мешавад ки фарзанда аз бад бигирад? дар ин мавриди сидқи ҷанин дар умум дар шариат ҷоиз нест. дар умум дар шариат ҷоиз нест, магар дар ҳолатҳои зарурат, ки дигар дар он ҳолате ки ё он ҷанин он ҳам бояд аз 3 моҳ поён бошад, кам бошад ва зарар ба худи он кӯдак ҳаст, дар назар ҳаст, он зарар яқинӣ бошад, не эҳтимолӣ ки масалан ёк зарар ба худи он модар ҳаст. ва ҳоло ин ду зараре ки ба фарзанд ба модар дар назди худат яқинӣ нест ки масалан ин корро анҷом бидӣ, ин як мушкилӣ аст. барои ҳамин дар ин сурат бояд метавонад ки он шариат дар умум ҷоиз нест, иҷозат нест ин корро анҷом бидим, магар дар ҳолати зарурат. он ҳолати зарурат чӣ аст? он ҳолати зарурат аст ки зарар бар худи модар дошта бошад, бар худи шумо, ё ки бар худи фарзанд зарар дошта бошад. ки вале ин чизҳо алон эҳтимолӣ, шумо ин чизро мегӯед, эҳтимолӣ мегӯед ки масалан шояд масалан он чӣ коре анҷом бидиҳад ва ин масалан фарзанд таваллуд шавад ва ин мушкилӣ болои сари шумо биёяд. барои ҳамин ҳам агар ҳарчи имконият доред ки муроҷиат карда мешавад, масалан ин хоҳари дигар ки бо шумо ҳаст суҳбат мекунад, ин метавонад муроҷиат кунад бо он маркази муассисаи диние ки наздики шумост, он масҷид,
این بیراد و همه مشکلات شما در اونجا مطرح کرد، اون از نزدیک این مسائل شما رو شاید که بهتر از ما حل کند. این یک راهی درستش است که این خواهر میتواند که این مشکلی شما رو برساند و اون نهادی رسمی که هست میتواند برای شما کمک کند. اگر هم که نکرد باز هم میتواند که با ما تماس بگیرید، تماس مداوم داشته باشید و این مسئله را بتوانیم به شکل راه حلش پیدا کنیم. مثلا از نگاه دینی هست، از نگاه نمیدونم حقوقی هست. اگر یعنی یک نیم ماه باشه این سرمنا ممکن نیست در شریعت میخیر؟ بله در عموم ممکن است. الان اینجا دیدن در همین حالتی که شما هستید، در همین حالتی که شما هستید واقعا یقین داشته باشیم که تولد شدن همین کودک خب ضرر دارد بر خود کودک و بر خود شما. در اینجا شریعت اجازه میدهد، ولی برای همین من میگم که اگر امکانیت دارد که از نزدیک شما میتوانید این مسئله رو مطرح کنید با نفری در اونجا، این مسئله رو مطرح کنید، کار شاید آسان‌تر شود. و خود مرد چی میگوید؟ چون که این فرزند اون مرد هست، از نگاه شرعی اجازت اون هم لازم هست. این خیلی مهمه. نمیخواه بخشش که در سخنتون نمیخواه که اجازت برای کودک گرفتن اجازت نمیده. تا حالی که شما در نکاح اون هستید، اون دیگر فرزند اون مرد هست، اون هم بالای این فرزند حق دارد. شما نمیتوانید که به اجازت اون این کار انجام بدهید. این هم از نگاه شرعی جایز نیست. با این خاطر این مسئله اینقدر پیچیده است. فقط برای همین میگم که اگر باشد چنین مؤسسه نزدیک شما، حتما شما مراجعت کنید. نباید که مثلا در یک جا بشینید بگوید که همه درها برای شما بسته است و این مشکلی شما حل نمیشه. شما برای حل شدن این مشکلی رو تلاش کنید. مثلا پیش اون اداره دینی برید، پیش اون مفتیات برید، اونها مثلا چیهای رسمیت برای شما کمک شاید انجام بدن. یعنی که نصیحت میکنن به شوهر اون کس؟ نه با نصیحت که نمیشود اون شوهر اونها شاید با نصیحت نمیشود. نه معلوم است که با نصیحت نمیشود. اینها از حقهای خودشون استفاده کنن. فهمیدم آکاش، فهمیدم. رحمت کلام برای مصلحتتون، برای نصیحتتون. باز هم مثلا میتوانید که در آینده اگر مشکل حل نشد ما در خدمت هستیم، تماس بگیرید و پیدا میکنید باشه. با یک سوال دیگر، این ایبوره اوژه این دختر نه بود دیگه زندگی. شوهر من در نکاحش هستم. دیگر زنک یافته 2 ماه پیش برآمده رفتگی خونه. بله زنده ای خونه برآمده رفتگی، مقصد که تو من نمیفوری، خیلی خیلی نمیفوری، نمیخوام قد تو زندگی کردم. جواب من تن زندگی نمیکنی، جواب من نمیتید. انا حاضر условия مونده است که من یکی میبیم پیش تو تمام. کارم کرا گشتم میگیرم. 5 وقت نماز میخواند، هر جمعه نماز میرد مسجد، هر سال یک ماه روزه میگیرد. شما نیز دارین نکاح دارین یا اینکه رسما نکاح دارین؟ فرزند دارین؟ نه من حق دارم ایوای طلاق نپرسیدنده. شما اولا وای راه زینو را وای زن حق و حلال پرتاف رفت برای راه زینو. او راه نمیفورد گشتن، نه که میخواهد که طلاق نتید و همه یکی آمده ایستد. زینو برای وای زندگی، زن برای وای رنگی گستین شده. فهمیده؟ بله. یعنی اگر از نگاه شرعی به این مسائل شما نگاه کرده شود، واقعا این مرد دارد جنایت انجام میدهد. اگر اون نفر دیگر زنی نکاحیش هم باشد، حق ندارد که مثلا اینقدر فاصله وقتی شما راضی نیستید. اگر زنی نکاحیش باشد، شما وقتی که راضی نیستید، اون حق ندارد که مثلا یک مدت زیاد با او باشد و مثلا ماه یک بار یا 2 بار نزد شما بیاید. وقتی زنی دوم میگیرد، در صورتی که اون زنی با نکاح و زنی شرعیش است.
باید اون هر تقسیم شود. یک شب اگر نزد او هست، شب دیگر باید نزد شما باشه. نه پیشم میبیاد نه پیشم میبیاد نه یاردم میکند. یگان چیز دایوس شده است، حیوان شده است، گشت است. فقط خدمت برای دخترای بیرون. زن خود نمیفورد. بله خواهر، تا آخر دقت کنید. زندگی میکنی؟ نه من نمیکنم خطیت زندگی. خیلی نمیکنی اگرنی بس کن. بس نمیکنی اگرنی زندگی کن. نه من بسم نمیکنم و خیلی 3 ماه 4 ماه با یک بار میبیام میرم. بله، ما چگونه میتونیم از نگاه شرعی این حق را ندارد، دارد حقوق شما را پایمال میکند، حقوق شما را پایمال میکند. اگر اون نفر دوم زنش نباشد، بلکه نمیدونم زن نه وای خودش روی راست تعریف میکند. اینش خطی نباشد باید دیگر خوشروشه مییابم، با یافتم حاضیت دیگر بایم خوشرو اونده یاشه مییابم. بازی باید 27 سالش یافتم باید من زنکه را گرفتنی. نه که من پیش رو یکی میبیام با امیدی من نشم. من زندگی نمیکنم خطی. من زن میگم 27 ساله دختر. بله یکی از سبب هایی که مثلا اجازت دیگه شریعت اجازت میدهد که زن و شوهر از هم جدا شوند، همین چیزی است که شما دارید مطرح میکنید. یکی از اسبابش همین است که دیگر مرد یا زن مثلا میرود دنبال کارهای حرام و دیگر از این مثلا همسری اولش بینیاز میشود. خب اگر زنی نکاحی میگرفت، زنی شرعی میداشت، اون مسئله دیگه بود. میتونید که باز هم در اینکه حقوقهای شما را تا کجا رعایت میکند صحبت کرد. ولی در این موردی که شما میگوید، در اینجا شما دیگه حق دارید. همین هم شما میگوید که اون مثلا طلاق نمیدهد، شما باز چیکار میکنید؟ به کدوم واسطه میتوانید که مثلا از اون جدا شوید؟ در اینجا مشکل این هست که شما با کدام واسطه میخواهید که از نکاح اون بیرون شوید. ببخشید در اینجا نیاز است که مراجعت به یک نهادی رسمی کنید شما در اونجا. ببخشید در اینجا من مشاهده کردم در همین جا هم حقوق زن پایمال کرده شده است. بله نو بسته از اون که این رو ببینید برای چی؟ نو بسته از اون که این زن هر دو همین زن ها در باید چنین مشکلی ها وادار شدن، لیکن در همین جا هم حقوق زن برای چی از نقطه نظر اسلام نیست حقوق زن پایمال کرده شده است. برای چی زن حقوق ندارد در اون حالتی که مرد اشکارا گفته است من با تو زندگی میکنم لیکن کی خواهم میبینم مثل عشقه. یعنی در زن حقوق ندارد که از شوهر خود به طریق دینی جدا شود. درست؟ مشکلی میدونید در چی هست؟ اجازه شوهر در کار است. بله، مشکلی در این هست که اینجا از نگاه اسلام حقوق اینها پایمال نشده است. از نگاه خود همین زنها حقوق آنها دارد پایمال می شود، چون که در هنگام نکاح کردن چگونه که گفتم اون شرط و شروطی که نکاح دارد اونها در نظر گرفته نمی شوند. شرط و شروطی که نکاح دارد اونها در نظر گرفته نمی شوند. حاضر اگر همین خواهر در وقت نکاح مهر معین داشته باشد، شاهدهای معین داشته باشد، نماینده از جانب خودش باشد، از جانب مرد باشد، هیچگاه این مرد این کار در این وقت انجام داده نمیتواند و هر وقتی هم بخواهد زن طلاق خودش را از این مرد میگیرد. اما چون وقتی که شرطهای نکاح رعایت نمیشوند دیگر در این وقت این خواهرای بیچاره در فضا میمونند دیگر معلق. در جامعه هیچ حق و حقوق خودشان برای خودشان نگرفتند. این طور گفتن در کار که هیچ حق و حقوق خودشان در وقت نکاح برای خودشان نگرفتن. دیگه در این وقت این مشکلی برای اینها پیش می آید. در اینجا شریعت معین کرده است که چگونه اینها طلاق خودشان را بگیرن. حالا اگر مهر داشته باشن با واسطه مهر میتونن طلاق خودشان را بگیرن، مرد را مجبور کنن که اینها جدا شوند. ولی مشکلی در اینجا هست که در وقت نکاح چون که ما اکثر خواهرهای ما بیچاره‌ها آگاهی ندارن، آگاهی به این تعلیمات که ندارن، این مشکلات دیگه در زندگی پیش می آید و جای مراجعت کردن هم ندارن. مشکل این هست بود یک نهادی که از اینها دفاع کند وجود ندارد. اگر در اون قوانینی که اگر در تاجیکستان باشه در قانون شریعت در قانون
قانون‌های تاجیکستان این احکام جا کرده شود و احکام شرعی در نظر گرفته شود، خیلی کارها آسان میشود. این متاسفانه مشکلی در اینجاست، نه در خودی مثلا تعلیمات دینی. و تعلیمات دینی همه این حقوق رو برای اینها داده است، ولی متاسفانه چگونه برای خواهرها چگونه این کار انجام بدهند؟ این متاسفانه کسی نیست که مثلا این کار انجام شود. متاسفانه میتوانم با مراجعت کردن به مفتیات روسیه، با مفتیات روسیه مشکلاتشو مطرح میکنن، میتواند که مفتیات همون نهاد رسمی این کار اونها رو انجام بدهند، مشکلات اینها رو حل کنند. باید اینها مراجعت کنند، اون مسجد هست، نهاد دینی هست، مراجعت کنند، مشکلات خود را مطرح کنند. اونها حتما یا با شوهرهای اینها تماس میگیرن، وقتی تماس گرفتن و اینها قبول نکردن حتما کار برای اینها انجام میدهند. میتوانند که خود اون نهاد دینی طلاق اینها رو صادر کنند، ولی اینها باید در این به دست آوردن حقهای خود کوتاهی نکنند، باید تلاش کنند. این راهاش وجود دارد، ولی این خواهرها در یک وضعیتی هستند که خودشون هیچ کار از دستشون نمیتونن که انجام بدهند. و غیر از این خواهرها در مسافری هستند، در غریبی هستند. این رو ببینید که در تجربه در تاجیکستان، حتی در تاجیکستان از سبب اون که دولت ما مسلمانی نیست، یعنی که شریعت رو پورا قبول کرده شده، یک مقام ندارد، مقام دولتی ندارد. نه تنها این زنهای بسیار به چنین مشکلی دچار شده ایستادند. مهر گفتگی در اسلام هست درست، لیکن در تجربه در تاجیکستان نیست. اگر که مردهای ما مهر میدادند، رنگ ایران، رنگ عربستان بسیار مهر بسیار میدادند، امروز زنهای ما با چنین مشکلی ها دچار نمیشد، فرزندای آنها امروز یتیم نمیشد. متاسفانه مردهای ما از همین استفاده برده ایستادند. اکثریت شریعت میشد. بله، شریعت رو کسی میخواهد قسما به خود آن جایی که به آنها مفید هست قبول کرده ایستادند، لیکن آن جایی که به مردها پسند نیست قبول نمیکنند. این امروز است که زنهای ما سرسون و سرگردان در روسیه کار کرده ایستادند، در غریبی میباشند، فرزندای آنها باشد اگر باز یتیم در کوچه ها گشته ایستادند. این رو چطور ممکن است؟ بله شما درست خواهی کردید. واقعا یک مشکل دیگری ما در خود جامعه تاجیکستان واقعا همین هست که ما این قانون های هستند که اینها باید به یک شکل واردی عمل شوند. همین قانون های خانوادگی که در شریعت هست، اینها رو ما تنها در موعظه ها و نمیدونم خطبه ها استفاده میکنیم. یعنی این قانون های نیستن که تنها با نصیحت کردن اینها عملی شوند. اینها نیاز دارن به یک چارچوبه که اونها تطبیق شوند. در هم مسائل قوانین خانوادگی در قرآن، در وقتی در قرآن آمادگی هستند، متاسفانه در جامعه ما تنها در موعظه ها، در نصیحت ها استفاده می شود. تا حال کار انجام نشده است که اینها به یک شکل قانونی در آورده شوند و مورد عمل تطبیق قرار بگیرند. واقعا این مشکلی است. ما چگونه که در اول صحبتم گفتم، واقعا شورای علما که باید در این سمت کار کند، شورای علما که یکانه نهاد دینی در کشور باید در این سمت کار کند، مثلا کارهای علمی بگذراند، با حقوقدانها صحبت کند، با نفران متصدی مثلا در حکومت کار کند که اینها باید وارد کردشان به شکلی، ولی این اصلا وجود ندارد. دانشمندان ما واقعا در این مورد هم کار نکردن، تنها اینکه نصیحت کنیم یا موعظه کنیم که اینها به این شکل نتیجه نمیدن. اگر ما میخوایم که این قوانین خوب نتیجه بدن، تطبیق شوند و زنها حقوق پیدا کنن از نگاه دینی، از نگاه قانونی، باید این کارا رو انجام داد، باید بیشتر کار کرد. این است مشکلی. واقعا هم زنهای ما گفتم ممکن است امروز جبریده شدن. من چنین بها میدم در بسیار مورد جبریده شدن، تگی پا شدن. درست میگوی. یک نرخوشون یک تینده کم شدن، پس شدن. خدمت میکنن، مهنت میکنن، میگن که کار نمیکنی در خونه شتگی، خدا نمیگوی تو کار در خونه уборка، اوقات، стирка این کار نیست، فقط تو مهنت میکنن، نه که این قدر نموند، قدرش ابسولوت نموندگی زنکویا. خب خواهر گرامی، از جانب شما هم نفر رفت به فکرم، خواهر از جانب شما هم نفر نیست که مثلا این مسئله، این قضیه شما رو پیگیری کند؟ پدر هست، برادر هست، نمیدونم
یک نفری که باید این قضیه را پیگیری کند. شما با این تنهایی با این مشکلات نمیدونم من چگونه شما مثلا ما از برای شما یک توصیه های میتیم، یک جواب های فقهی براتون میتیم، ولی وقتی شما اینو انجام دادن نمیتوانید، وقتی نمیتوانید که تلاش کنید که انجام بدهید، جواب های ما هم بی‌فایده هست. جواب های ما هیچ سودی برای شما نمیدهد. برای همین این هست که من در اول صحبت هم گفتم که واقعا متاسفانه این نیاز به بحث های بیشتر، به نشست های بیشتر، به گفتگوهای بیشتر، از مثلا همین اسباب های جداشایی بین زن و مرد، حقوق های زن بالای مرد، حقوق های مرد بالای زن، نه تنها در موعظه و با یک صحبت کردن، برای اینکه مثلا اینها بیاد در جامعه وارد جامعه شوند و مردم اینها را در زندگی تطبیق کنن. روی اینها باید کار شود، روی اینها صحبت ها شود، روی اینها نشست ها شود. متاسفانه کی انجام میدهد باید اینها رو؟ یگان سوال دیگه باشد مرحمت. میکروفونتون کشتگی اپای معظم خان. میکروفون من. خب جمشید شما یگان چی دارین؟ یگان نظر دارین؟ با گفتنی دارین؟ سوال دارین؟ یا جواب دارین؟ نه من یگان چیز ایلوگی ندارم، اما بغیر از اون چیزی که من گفتم که ما 1400 سال شده که با همین سیستم حقوقی مسلمانی، یعنی که با سیستم شریعت زندگی داشتیم و حاضی در مدتی از دوره سوویتی تا حاضی بگیم خیلی 70-80 سال این یک بی‌منطقی است. ملایم کرده گفتم نه، بی‌منطقی است که ما تمام تاریخ 1400 سالمون را عموما فراموش کنیم و تکلیف میکردم که برای همین خیلی پرابلم ها هرچی کمتر شوند باید یک گروهی کوری از طرف پارلمانی از در طرف خودمان دینی جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شوند وابسته از نیاز مردم. همین مقررات شریعت باید یگان قسمش هم باشه، باید در قانونگذاری ما جاری کرده شود. خیلی که من همون مهر و گفته‌دار نیستم مسئله زن دویوم، برای که من میدونم که همین مسئله زن دویوم من نمیفهمم که پرابلمش در چی است، نه که میفهمم که همه میگن که ما زید هستیم. برای چی زید هستیم؟ برای که اروپا زید است. برای چه اروپا زید است نمیدونم. من نمیخوام. و وقتی که اگر در پیشی آدمی که زن دویم سوم گرفتنی هست شرط‌های قانونی مانده شود که فقط در اجرا کردن من همین شرط‌ها با تو اجازه گرفتن زن دویم است و مرحمت گیره، نظارت دولتی از بالای همین خیلی آدم شود، نظارت از بالای شرط و شرایط زندگی اون شود. این خیلی موضوع دیگر می شود. در عموم من همین گفتنی هستم که باید ما در خیلی مسئله ها باید جزء توم یا قسم‌های شریعت رو داخل کنیم. شریعت یک چیزی خطرناک ندارد که داخل نکنیم. ما همین قدر سال، همین قدر عصرها با همین خیلی زندگی کردیم. اون دوبی ما نه یگان دهشت بود و یگان چیزی نبود که چیزی که نشان میدهند گویا که این سیستم حقوقی اصلی میانگی بوده است، سیستم انگلوساکسون که بیشتر بوده است. من همین را نمیفهمم. همین قدر سخن گفتم. رحمت برای تکلیفتون. برای شما هم رحمت. وقتی بسیار اینجا با یک آدم یک نظیره گفته که خانم آمده است، اگر وقت داشته باشین گوش کنین، اگر وقت نداشته باشین نه من بودم گوش میدید. شما سوال دادین؟ ها من بودم. نامم معظمت چی بود؟ فهمم. یک چیز که من اضافه کنم اگر لازم باشه در صحبت‌های اکای جمشید خیلی جالب گفتن. همه قانون‌هایی که تصویب می‌شود در جامعه ما، همه قانون‌ها برای کی تصویب می‌شود؟ برای خودی همین مردم و شهروندان کشور است. وقتی برای خودی مردم و شهروندان کشور هست ولی عرف و عادت اینها، رسم و آیین اینها، باورهای اینها، اعتقادات اینها، ارزش‌هایی که اینها با اونها باور دارن وقتی در نظر گرفته نمی‌شود، نمیدونم این چه قانون هست. این چگونه قانون برای چگونه برای کی هست این؟ وقتی این باور دارد برای این ارزش‌ها و این اعتقادات، این تعلیمات، این نمیدونم این قانون برای چی تصویب میشه در کشور ما؟ چی رول رو بازی میکنه؟ من اینو نمیفهمم. درست. یک سوال دارم. باز یک سوال اومده است به طریق مسنجر و من سوال اومده است. اینجا گفته شده است که دومولو حقوق
никоҳ накарданро дорад агар зан бесатру ҳиҷоб муҷоҳиба бошад. зан мусулмон асту, яъне ки зан мусулмон асту лекин сатру ҳиҷоб надорад. домуло гӯё рад кардааст барои гузарондани никоҳ, кардани никоҳ. яъне домуло чунин ҳуқуқ дорад? اولا اینکه این کاری خودی اون داملا انجام داده است، کسی این کارا کرده است، دیگر این مسئولیت بر دوش خودی اون داملا هست. ولی برای نکاح کردن تنها وظیفه داملا این هست که اون شرط و شروط نکاح را برای اون زن شوهر میفهمونه، برای زن شوهر میفهمونه. اگر برای اون نفری که مثلا چگونه که شما گفتید به حجاب است یا سرلیچ است، اگر اون نفر مسلمان هست، این خیلی مهم است، مسلمان هست، باوری به دین دارد، مولا وظیفش برای اون توصیه کردن و دستورات شریعت رساندن است که این دستورات شریعت برای تو این هست. و دیگر این نکاح کردن، عقد نکاح بستن با اون دیگر چی؟ با اون مسائلی که اون انجام داده با اون ربط ندارد. مثلا در نکاح بین مثلا مسلمان و غیر مسلمان هم نکاح انجام می شود، ولی در اینجا دیگه مهم نیست که مولا به خاطری که اون سر لباس ندارد، نمیدونم اون باور به دین ندارد، اون نکاح رو ترک کند. یعنی اینجا فقط وظیفه نکاح در نکاح اون شرط و شروط نکاح رو، اون مسئولیت هایی که به دوش زن و مرد هست بعد از نکاح کردن، اونها رو باید مولا که اون نکاحگر برای اون زن شوهر بفهماند، شرط شروطی که باید در نظر بگیرن، مسئولیتایی که بعد از نکاح در نظر بگیرن، اینها رو برای اونها تعلیم بدهد. و اگر هم چیزی گفتن برای اون داره، تنها در دایره نصیحت و دعوت کردن برای اون میگه. اما این که مثلا این مانع شود که از برای نکاح کردن دست بکشد، این سبب شود که اون از نکاح کردن دست بکشد، دیگر این قدر مردم باید به نکاح زندگی کنن. این قدر مردم این قدر مردم به نکاح زندگی کنن. یعنی این اگر این باز بدتر می شود، این بدتر می شود. خب بله، این نکاح میکند و تنها وظیفه این مولا در اینجا چیز نصیحت کردن است، از این بالا دیگر نیست. و خصوصا در مورد شرط و شروط نکاح چگونه که گفتم که باید زن بفهماند که این شرط و شروط نکاح هست، این حقوقهای شما هست بعد از نکاح و این حقوقهای شما مرد بعد از نکاح. این خیلی مهم است و نکاح اونها رو باید انجام بده. اما اینکه از این نکاح دست بکشد، این در اینجا من دلیل نمیبینم برای اینکه اون از نکاح دست بکشد. چون که اگر این مردم نکاح کردن نشوند، نتیجه چی میشود؟ یعنی که از مسئولیت اون دیگر به خود اون هست، به خود اون زن هست که مثلا مسئولیت دارد که چگونه اون انجام میدهد. دیگه مسئولیت خود اون هست و مسئولیت شوهر اون هست. دیگه اون زندگی زن و شوهری هستن و این وظیفه مولا عقد کردن اینها هست، شرط و شروط نکاح برای اونها فهماندن است و مسئولیت هایی که بعد از نکاح زن و شوهر در قبال هم دارن، اون مسئولیت ها رو برای اونها فهماندن است. یعنی که سر و لباس زن برای رد کردن نکاح سبب شده از نقطه نظر دینی، از نقطه برای اونجا درک کردن نشده است و سبب شده نمیتواند. بله، نه سبب شده نمیتواند. فهمو. اینجا با یک دو نفر چی گفته سوال دادنی هستن، لیکن سوالشون ننوشته استودن. بفرمایید ام علیم. سوال آخرون همین است، بعداً جنبش میکنیم. ام سوالتون رو بفرمایید. میگید از موضوع کمتر دورتر باشد هم خیلی خوب کوشش میکنیم جواب دهیم. خب این نفر کنه نوشته استودن سوال رو ننوشته. فکرم وقتی طولانی رو گرفتیم، وقتی شما رو گرفتیم، تشکر زیاد که خیلی زحمت کشیدین، وقتی خود رو صرف نمودین و مردم کمتر باشد هم به سوال اونها جواب دادین و اوید موضوع مفصل فکر دارم که همه به سوال خود جواب مفصل رو و دقیق رو گرفت. انا سوال دادگی سوزی من میخونم که این گفتن سوال جواب آخر میشد. وظیفه زن کلان در اسلام چیست؟ چی حق دارد غیر از زیاد کردن نسل؟ باز چی حق ها دارد؟
سوال فهمو شد؟ زن چه حق دارد نه؟ ها زن در اسلام نمیدونست است که انسان چه حق داشته است. نه برای چی فقط این زن رو من حاضر اینجا خیلی بسیار چه با من پسند اومده چورگو فکر میکند مثال دیسکریمیناسیون زن چه حق داشته است. من نمیدونم در اسلام چه حق داشته است. خیلی خودم فهمونه که آیا یگان حقی کمتر داشته باشد. گویا که زن فقط برای زیاد کردن نسل حق دارد و برای چی حق دارد؟ خب نه ممکن همین سوال از شهادت میده اولا اینکه چگونه که جمشید کردن شاید طرزی مطرح کردن سوال درست خوب نآمده است. اولا اینکه مثلا هم وقتی که خداوند در قرآن خطاب میکند در بیشتر جاها در بیشتر مواضع زن و مرد را یک جای خطاب میکند. اول اینکه چگونه که مرد انسان هست زن هم انسان است. چگونه که مرد انسان هست زن هم انسان است و همه اون حقوق و مسئولیت هایی که بالای مرد هست بالای زن هم است. در همین صحبت یک چیز دیگر هم میخواستم اضافه کنم ولی وقت رفت. در صحبت های حتما در زندگی زن و شوهری قید باید کرد که همون استقلالیتی که مرد داره زن هم همون استقلالیت رو باید داشته باشه در خانه. این حق شرعی برای زن هست. یعنی اون کرامتی که خداوند برای مرد داده است زن هم دارد چون که انسان است. ولقد کرمنا بنی آدم میگه ما فرزندان آدم را مکرم و معظم کردیم. یعنی کرامت دادیم شرافت دادیم. فرزند آدم گفته است نه گفته است مرد و زن. این یک همان گونه که مرد مکلف هست زن هم مکلف است. درست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها را گفته است نه مرد را گفته است. انسان ها زن و مرد را برای پرستش خداوند آفریدیم. این یک همان اختیاری که مرد دارد زن هم دارد. یعنی که انسان مخیر است انسان مخیر است مرد و زن. خداوند میگه که ما شما را آفریدیم و دو راه برای شما نشان دادیم راهی راست و راهی کج. یعنی در این زن و مرد هم برابر هستند. یعنی در تمام امور دینی در همه امور زن و مرد با هم برابر هستند. النساء پیامبر میگه النساء شقایق الرجال. زنها همانند مردها هستند. زنها هم انسان است. وقتی انسان هست در تمام امور برابری چی است؟ برابری مرد است. اما اگر در زندگی خانوادگی باشه این بس مسئله علاهیده است که چی حقوق زن دارد چی حقوق مرد دارد. چون که خصوصیات دارد مرد خصوصیاتی که یک خصوصیات و ویژگی‌های مرد دارد یک خصوصیات و ویژگی‌هایی که زن دارد که هر کدام این به نسبت خودش یک کمال هست و ازدواج هم به خاطر این است که همدیگر را زن و مرد تکمیل کنند. همدیگر را زن و مرد تکمیل کنند. یک خصوصیاتی که در مرد هست در زن نیست. یک خصوصیاتی که در زن هست در مرد نیست. با آمدن هم این شرکت بگیم این مؤسسه این خانواده تکمیل میشود. این بحث علاهیده است که میشه در صحبت‌های در جو دیگه صحبت کرد. اما همه اون حقوقی که مرد دارد زن هم دارد. همه اون مسئولیتایی که مرد دارد در قبال خداوند زن هم دارد. یعنی این برابری در شریعت بین زن و مرد وجود دارد. من نمیفهمم که مقصد از این سوال چی بود ولی شاید در برنامه‌های بعدی در این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. خب به فکرم این سوال آخرون بود. تشکر زیاد به شما جمشید. با ما بودم جمشید یارف حقوق شناس ادوکات تجربه دار همچنین اسلام جان سعیدов کارشناس دین. بار دیگر تشکر کنم از شما پای گرامی. راستی شاید که من از مستقیم از کار آمدم و وارد صحبت شدم با شما. شاید خسته بودم شاید بعضی نتونستم به طوری اون طوری که باید مسئله را مطرح میکردم شاید کمبودی باشه. به هر حال بینندگان عزیز و شمای گرامی بگذارید از این کمبودی که بود. سلام علیکم. مشاهده نکردین. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. آباد باشین. پنگری. خب بیننده‌های محترم ما در اینجا نظری هم حقوق شناس رو گرفتیم هم
назари коршиноси динро гирифтем. албатта ман даъвое ба фармондаҳои шариат ягон даъво надорам. муҳтарам коршинос инҷо ба мо фаҳмонданд, пурра дақиқан фаҳмонданд ки талоқ ба тариқи смс ва телефонӣ ин ҷоизи қабул мебошад. лекин дар ин ҷо хуб бошад, лекин дар ин ҷо дар он шароите ки дар тоҷикистон мисли давлатҳои дигар муслимони Арабистон, Эрон чунин шароит надорад, ҷорӣ карда нашудааст, шариат пурра ҷорӣ карда нашудааст ва ягон мақом ҳам надорад, мақоми ҳуқуқӣ ҳам надорад. дар ин ҷо бисёр бонуҳои мо бо ҳам гӯш кардем. бонуҳои мо гуфтан мумкин аст ба мушкилиҳои зиёде дучор шуда истодаанд. барои ҳамин дар ин ҷо гуфтан мумкин аст танҳо агар ки он шароит шариате ки ҷорӣ карда мешуд қисман чӣ тавре ки гуфтем маҳр ҷорӣ карда мешуд, мумкин занҳо ӯҳдадор мешуд, ягон ӯҳдадорӣ пайдо мекарданд ва мушкилӣ камтар бошад ҳам мушкилӣ ба онҳо кӯмак мекард. лекин дар ин ҷо боз танҳо ба инсоф ва имоми мардҳо мо занҳо нигоҳ мекунем, чӣ қадар онҳо имом доранд, инсоф доранд. мутаассифона дар таҷриба дар ҷомеаи мо хеле бисёр мушоҳида карда шудааст ва баъзан ҳастанд мардҳои маҳз гуфтан ҳастанд ки онҳо хеле улиятпазир мебошанд. барои ҳамин хуб барномаи мо дар ин ҷо барномаи оиди талоқ ва пайғом пайғомро ҷамъбаст менамоем. лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. дар паноҳи худованд бошед. оянда пайгирӣ намоед. барномаҳои ҷолиб дар нақша гирифта шудааст.